إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. دایات قبلی الله تبارک و تعالی بیان خودخواهی یهود و نصارا را ذکر کرده بود. آنقدر مردم تنگ نظر و انحصار طلب بودند که جنت ملک وسیع الله تبارک و تعالی را مخصوص خود می‌دانستند و می فرمودند که تنها یهود و نصارا میگفتند تنها نصارا در جنت دیگه کس داخل نمیشه. این جای اینمی مردم و طایفه هاست. الله تبارک و تعالی این ادعای بی اساس و پوچ و بی دلیل رد کرد. بسی وجه، بسی قسم الله تبارک و تعالی رد کرد. یکی گفت که یک آرزوست، یک خیال پلو است. دوم گفت کدام دلیلی داره در این مورد؟ سند داره؟ چرا هر سخن، هر دعوایی که مقارن یا پیوست با دلیل نباشه قابل قبول نیست اگر پیش هر کسی بگویی. سوم مسئله را الله تبارک و تعالی گفت که جنت به کسی حاصل میشه که سه شرط پورا کرده باشه: تسلیمی مکمل به نظام الله تبارک و تعالی، در عمل برنامه عملیش اخلاص داشته باشه و مطابق سنت پیغمبر باشه. اونو وقت که مردم دعوای ازیره بکنه که جنت از آن ماست. در شما هیچ کدامش دیده نمیشه. نه تسلیمی مکمل برای فرمان الله است، به خاطر که در احکام الله شما تبعیض قائل بوده، بعضیش که منافع شخصی تان موجود بود را عمل میکرده و دیگران را ترک میکرده. دوم است که در شما اخلاص هم وجود نداره، تمام کارایتان روی ریا و سمعت و شهرت و خودخواهی است و کسی که تو را عمل انجام میده و به نزد الله تبارک و تعالی قبول نیست. سوم مسئله، روش پیغمبرتان خودتان تغییر داده، بدعت‌ها را ایجاد کرده، آرا و نظریاتتان داخل تعلیمات انبیاء علیهم السلام تان ساخته. پس از کجا شما ادعای دخول جنت داشته باشه و بگویی که این مخصوص ماست؟ در این آیات الله تبارک و تعالی خباثت دیگه از یارا ذکر میکنه. این را میگه با وصفی که اردویشان صاحب کتاب هستند، پیغمبر برشان آمده و در بین کتابایشان مسائل اصولی مکمل موافق است، هیچ نوع اختلاف وجود نداره، بلکه در کتابای هر کدامشان یکی دیگه خود تایید کرده. در تورات آمدن عیسی علیه السلام بشارت داده شده، تایید شده و در انجیل حقانیت موسی علیه السلام بیان شده. اما این مردم نظر به خودخواهی خود تنها پیغمبر و کتاب خود قابل قبول میداند، دیگران را رد میکنه. پس از این اختلافشان سبب شد که وقتی یا در بین خود گفتگو کردن، نزاع کردن، موقع میسر شد برای او کسانی که هیچ کتاب نداشتند و مردم امی و نادان و ملحد بودند. او مردم ها هم موقع برایشان میسر شد که ادعا بکنه که ما اصلا به راه حق هستیم، شما در راه حق نیسته. اینی موقع الله تبارک و تعالی با وصفی که اختلاف ازوار برای ما بیان میکنه، خود درس عظیم برای مسلمانای عصر حاضر ماست. یقینا امو سخنانی که در اون زمان یهود و نصارا در بین خود تبادله میکردن، امروز در بین مسلمانای امروز ما تبادله میشه. ولی قرآن کریم کتاب آموزنده است. یقینا انسان اگر پشت علاج تمام اختلافات یا امراض خود بگرده، در قرآن علاجش پیدا میشه. امروز هم در معاشره مسلمانا هر طایفه و گروپ و حزب خود معرفی میکنه که فقط جنت برای ماست، برای دیگران نیست و هر کدام میگه دین ما حق، مسلک ما حق، تنظیم ما حق است، دیگر باطل اعلان میکنه. خود تأسف در اینجاست که با وصفی که کتاب الله و حدیث پیغمبر وجود داره چطور ادعاهای پوچ و بی اساس شود؟ چرا؟ به خاطری که اگر کسی ادعا میکنه که دین فلانی یا مذهب و مسلک فلانی باطل است، نادرست است، اعتبار نداره، باید سند و دلیل پیش بکنه. از روی سند و دلیل معلوم میشه که کدام مسلک یا کدام تنظیم و حزب بی اساس است و قابل اعتبار نیست. یقینا امروز همونطور شده. هر کدام ما در لاسپیکرها اعلان میکنیم، بیان میکنیم
که فلان مسلک باطل و نادرست است، اما پیش نمی کنیم به اینکه کتاب الله کدام مسلک تایید میکنه. ادعای محض شده نمیتونه. ما بارها گفتیم نامای زیبا انسان زیبا نمیسازه، لباس زیبا انسان زیبا کرده نمیتونه تا وقتی که خود زیبایی نداشته باشی. از همون خاطر است اکثر مردمای مسلمان امروز ما با تأسف اینمی ادعاهایی که یهود و نصارا در زمان داشتن امروز مسلمان ها همی ادعاها را دارن. شما آیات ها را وقتی میخوانی یقین به الله بکنی یک نقطه به نقطه مکمل مصداقش ما مردم هستیم. اگرچه الله بیان داستان از واره میکنه و واره بدیش سرزنشش بیان میکنه، چی ضرورت به ادعاست که تو دین دیگر را رد بکنی؟ گپ ازی بزن که در دین خود چقدر پیشتاز هستی، چقدر برنامه عملی پیش رفته و چقدر پابند نظامی که تو بر ازو عقیده داری هستی. ایرا تو باید سنجش بکنی. یقینا انسان رد بالای دیگران نکنه، از خود شروع بکنه، ببینه که چقدر در نظامی که عقیده داره جنبه عملیش به کدام پایه رسیده، چقدر پابند از اوسته. اما با تاسف امروز مسلمان ها اینی حالت ها را در بر گرفتن. ما مذاهب رد نمی کنیم، مذاهب در صورت رد می کنیم که یکی دیگه خود رد میکنه، یکی دیگه خود اعتبار نمیده. هر کدام میگه نظام مذهب ماست، دیگه مذهب قابل پیروی نیست غیر از مذهب ما، دیگر رد کرده رایسته. در حالی که اصل معیار این نیست که مذهبی کی حق است مذهبی کی حق نیست. مذهب برای خود معیار داره، اگر مطابق معیار بود حق است، ولو که هر مذهب باشه، اگر نبود بازو حق شده نمیتونه. قرآن میگه و قالت الیهود لیست النصارى، گفتن یهود نیست نصارا علی شیء، بالای یک دین معتبر با هیچ چیزی نیست. ما چی میگیم؟ دین یهودیت چی نصرانیت هیچ چیزی نیست. هیچ چیزی معنی داره، یعنی کدام دین معتبر قابل هدایت نیستن، یا کدام نظامی خوب صحیح نداره که بشریت رهبری بکنه، مردم رای حق و باطل برش تفکیک بکنه و مردم در مقصد و در هدفشان برسانه. یک نظام خود ساخته و پرداخته خودشان است، نظریات و مفکوره های افراد و بشر است. شاگردای عیسی علیه السلام خسته، اما دین واقعی عیسی علیه السلام از بین برده، نظریات خود داخل کرده و تحریف کرده در انجیل و تحریف کرده در اون دینی که عیسی علیه السلام آورده. لیکن نصارا چی میگه؟ وقالت النصارى لیست اليهود علی شیء، گفتن نصارا نیست یهود بالای کدام دینی معتبر و سری کدام چیزی نیستن، یعنی دینی نداره، بلکه دینشان سراسر غلط است، دینشان به بنیاد واقعیت استوار نیست. از همون خاطر و قابلیت اقتدار نداره که مردم پشتش برود در راه از او روان شود. اختلاف این دو طایفه بودن که کتاب آسمانی داشتن، پیغمبر داشتن، الله رهبر روان کرده بود. چطور شده میتونه دو طایفه که از یک منبع هر دویشان آب میخوره، سرچشمه هدایتشان از یک جای شروع شده باشه ولی یکی دیگه خود رد بکنه؟ این امکان داره؟ انجیل و تورات از جانب الله آمده، موسی و عیسی علیهم السلام الله روان کرده. آیا در بین دو شخصی که یک الله روان کرده باشه، دو قانونی که یک الله وضع کرده باشه، تضاد وجود داره؟ پس وقتی که یکی دیگه خود نفی کرد، امو مطل پشتو علی صادق میشم که ما ویل چته او تا ویل چته، ام بته ام بزیم، او که ما ویل چه زیم او تا ویل چه زیم، نه بته او نه بزیم. این امو مطلی است که بار بار در رادیوی آزادیم گاهی ایره میگذاره و برای ما اصلا درس میده که افغانا امی خاصیت داره، یکی دیگه خود نفی میکنه، هر دویش منفیسته، هیچ وجود نداره، هیچ اعتبار و شخصیتی نداره. امروز اگر کسی در دامن امی دنیای غرب است، اگر بیرون است، هیچ کدامشان حیثیت نداره، هر دویشان در زیر تسلط امو مردمای بیگانه هاست، دستورات از اونجا داده میشه، استقلال نیست. اگر یا 1000 دفعه بگویه که ما مستقل هستیم، عمل کرد و تجربه فعلی ریا را تکذیب میکنه، دروغشان ثابت میکنه. نیست، استقلال به هیچ کدامش نیست، باید نگویه. لیکن اگر هر کدامش میگفت که نه توستی، او میگفت توستی، هر دویش میبود. یقینا نگپ هسته. قرآن کریم همی دستور میده و مسلمان از یک سرچشمه تو آب میخوری، چرا یکی دیگه ترد میکنی؟ امی موضوع را بیاری عالی. وقتی وا اختلاف کردن، نزاع کردن یهود و نصارا، موقع اعتراض و انتقاد یا لفظ زدن برای مشرکین میاثر شد. گفت وقتی که شما اهل کتاب یکی دیگه تا رد میکنی، پس هر دویتان غلط و باطل هسته، اصل دین دینی ماست. مشرکین هم خیستن گفتن
که او کسی که هیچ کتاب نداره، او کسی که هیچ دلیل نداره، او مردم گفت نه از اردویتان کده ما بهتر هستیم. زمانی که احزاب یکی دیگه خود زدن، در اینجا حزب اسلامی جمعیت حرکت نجات کمونستا گفتن نه اردویتان باطل استه. شما را به الله قسم امیالی ما از دهن دریور شنیدم میگه نه از کل کده نجیب بهتر بود. نعوذ بالله. ببینه موقع اختلاف سبب و ذریعه میشه که مردم به مو کمونستا عقیده میکنه ولی تنظیما را نمیخواه. به چشم سر دیده یا ندیده، مشاهده کرده یا نکرده. چرا؟ به خاطری که یکی دیگه خود رد کردن. موقع برای کسای میسر شد که هیچ اساس و بنیاد نداشتن. الله تبارک و تعالی داستانا را همونطور بر ما قصه نمیکنه، بدی از ما را همونطور بیان نمیکنه. میگه این مرض مهلک که بنی اسرائیل پیدا شد در مسلمان ها سرایت نکنه که مسلمان ها دوچاری اینی طور امراض نشوه. اینطور نقطه هایی که سبب ضعف مسلمان ها میشه و سبب از بین بردن امو هویت و شخصیت اسلام میشه، باید اینطور نقطه ها را پیدا نکنه. اونجا مشرکین بری خود لاف زدن، امروز کمونیست در میدان میبره میگه نه از امی اردو کده ما خوب هستیم. اما امروز بیاد مذاهب عالی بیا، حنفیت شافیت رد میکنه، شافیت حنفیت، مالکیت حنبلیت، حنبلیت مالکیت، مختلف حالات شروع شده. از وقتی که یکی دیگه خود رد میکنه موقع میسر شده بر یهودیت و نصرانیت، اون جایگاهش میگیره. چرا رد میکنی؟ جناب محترم حنفی تو شافعی را چرا رد میکنی؟ آیا او از منبع پیغمبر از حدیث پیغمبر استنباط نمیکنه؟ آیا امام مالک رحمت الله علیه نمیکنه؟ آیا احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نمیکنه؟ کلگی از یک چشمه آب نمیخوره؟ چرا یکی دیگه تا نرد کرده رایستی؟ با کدام سند و دلیل؟ بیا وقتی که وهم یتلون الکتاب و هم کتاب داشتن، ادعاهای بیرونی چی به درد میخوره که بگویم ما حق هستم تو حق هستیم؟ بریم در کتاب الله. کتاب الله وجود داره، کی را تایید میکنه کی را رد میکنه، بس به توافق سرش بکنیم. ما نزاع نداریم. قطعی مردم علما جمع شوه، عمل مرا امی علما سند بگیره که مولوی سبینی عملت نادرست است، بس رو چشم قبول دارم. چرا نه؟ وقتی یک حکم از کتاب الله و حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای ما ثابت شود، آیا مجال برای ما باقی میمونه که مالی ادعای کاذب خود از سری مردم بشانم تحمیل کنم؟ هیچ امکان نداره. خو نه، او علما کتاب الله وجود داره. احادیث پیغمبر زمان قدیم وارد نیست که کتاب حدیث تدوین نشده بود. حدیثات در یک مملکت موجود بود، در مملکت دیگه همو حدیثا موجود نبود. حدیثا را صحابه کرام وقتی از پیغمبر حمل کردن، گرفتن، تعلیم یافتن، در مختلف جاها صحابه پراگنده شدن، رفتن جنگا کردن، در اونجا سکونت ورزیدن. یک حدیث اگر در سوریه موجود بود در عراق نبود، در عراق موجود بود در مصر نبود، در مصر موجود بود در مدینه نبود. اما امروز دنیا در پیش تو در یک موبایل جمع میشه. کل دنیا در پیش تو در یک موبایل است، از کتاب گرفته تا تمام مسائل روز و اخبار. تو خو میتونی کل اختلافات حل بسازی، تو میتونی احادیث پیغمبر مکمل جمع کنی. حدیث صحیح و ضعیف و موضوعی گفتن کاری امروز نیست. بعضی مردما ملاها عوام فریب میدن، میگه صحیح حدیث ها را یا موضوعی میگه. پدری کسی امروز حدیث موضوعی و صحیح گفتن نمیدونه. حدیث اگه موضوعی گفته شده در اون زمان گفته شده، صحیح گفته شده در اون زمان گفته شده. کسایی که در اون زمان موجود بود راویا را تحقیق کرده که اینمی راوی چی طور آدم است، دروغ گفته یا نگفته، این متهم به گناه هست یا نیست. خب فکرتو نبگیری. این ملاها مردم فریب میدن، میگه صحیح یک عالم خبرش نمیگم بسیار بدبخت است. من در موبایل امیالی دارم صدایش. شیخ البانی رحمت الله علیه میگه کافر است، خنزیر است، نعوذ بالله. شیخ البانی که در عصر حاضر برابری از او خدمت سنت رسول الله را دنیای کافری را اعتراف میکنه، او طور خدمتی که به سنت رسول الله او کرده کسی دیگری نکرده. چرا کافر برش میگه؟ میگه حدیث پیغمبر باطل گفته. او بدبخت تو عالم هستی؟ حدیث پیغمبر او باطل نمیگه. با کدام سندی که حدیث پیغمبر روایت شده و سند باطل است؟ چرا در او راوی کذاب است، مسلطور بدعتی است که برای تایید بدعت خود حدیث خود ساخته، کلمات خود ساخته، خود نسبتش به پیغمبر کرده. و البانی شخصیتی نیست که از خود حکم بکنه. او میره اقوال همون زمان علما را برات نقل میکنه، راوی را میاره میگه در مقابلش امام بخاری اینی گپا گفته، ابن معین اینی گپا گفته، اوزاعی اینی رقم گپا برش گفته، زهری این را اینطور گفته، ابن حنبل اینطور گفته. ناقدین حدیث که در اون زمان راویا را مکمل چان کرده بود، تحقیق کرده بود، قول از او را میاره مطابق
قول از او در مقابل راوی که آمد، راوی را اعتماد داده، ثقه گفته، یعنی که رد کرده. امروز کس خسته نمیتونه یک حدیث صحیح و ضعیف از خود، از جان خود قطعا معرفی کرده نمیتونه. اما این جاهل که هیچ نمیدانه او خود عالم معرفی میکنه، ببینی یک شخصیت بزرگ کافر میگه، خنزیر میگه، نعوذ بالله. کسی که دفاع سنت رسول الله کرده. ما از کی گله کنیم؟ ما چرا کدام طرف بریم؟ عوام ما را ملامت میکنه، ما چی کنیم؟ یکی دیگه خدا رد کرده رئیس دین الله یکی است یا نه؟ امام ابو حنیفه از کدام منبع گفته؟ امام احمد بن حنبل از کدام؟ از خود گفته؟ دین از خود جور کرد هر کدامش؟ یعنی که از حدیث پیغمبر مسائل فقه را تدوین کرده. ما میگیم که بله مسائل فقه را از حدیث پیغمبر تدوین کرده، اما معصوم نیست. خود میگه که من حدیث برم نرسیده یا از حدیث برداشت نادرست کرده، ما معصوم نیستم. قول ما را همیشه به حدیث پیغمبر پیش کرده بری. موافق بود خیلی خوب، لقمه تیار برای ما جور شده، میخوریم، عمل سرش میکنیم. اگر نیک مخالف بود او طرف میکنیم. کل مساجد افغانستان اشاره به انگشت قاعده نمیکنه. او را چی میکنی؟ در کتاب فقه ذکر شده که در الله بالا که الله پایین کو. شما باور به الله بکنی، علمای ما همینطور میکنه. در حالی که در یک حدیث اگر شما پیدا کردی که در الله بالا کو، پیغمبر در الله بالا کرد، در الله پایین کرد، ما دست خدا قطع میکنه. او جناب مفتی، او جناب دکتر صاحب، او جناب مولوی صاحب، چرا حدیث پیغمبر رو نمیخونی؟ حدیث پیغمبر رو بخون. در ابتدا که پیغمبر قاعده کرده، انگشت خود حلقه کرده، 4 کیفیت در اشاره آمده، امو اشاره را کرده از اول تا آخر. دیگه نه نفی آمده نه اثبات آمده. عجیب گپ خویسته. خود همین فقها میگه که اگر مسئله در بالا کردن و پایین کردن می بود، باید در الله پایین میکرد، در الا الله بالا میکرد که اثباتی وحدانیت الله شود، نه نفی وحدانیت الله. این بیخی مناقض است، قطع عقلا مناقض است. اما چرا امروز ملت این دنبال اینمی یک گپی فقها روان است؟ آیا اون فقیه پیغمبر بود که برات گفته تو علی عمل میکنی؟ چرا همین کارا میکنی؟ بیا او مناسب صفی طبیبی احادیثی که در مورد تاکید صف آمده، پیغمبر صلی الله علیه و سلم شخصیت خودش به دست مبارک شانای صحابه را برابر میکرد. تو برو در صف چقدر تاکیدات آمده، چه قواعد آمده که کسی از صف درون و بیرون باشه یا خالیگاه را پر کرده باشه. در حدیث امو خالیگاهی که در صف است، بزرگترین قدمی که محبوب به نزد الله تبارک و تعالی است کدام قدم است؟ امو قدمی که صف پر میکنی. چرا مسلمان تینیال عمل به حدیث نمیکنی؟ شانه و پایت نمیچسبانی، حالی که تو پای پیش میکنی در مسجدا میبینی پای دور کرده رایسته، بد وقتی که سلام دور بده بد بررسی میکنه که چرا پایت در پای ما چسباندی؟ آیا پای من نعوذ بالله مرض پیس داشت؟ برای تو که چسباندم، مالی توی چی دینه یا دینه چی جور کردن؟ خب فکرتون ندید، این مسئله عادی نیست. این مسئله خیلی مسئله است. بیایید شما صفا را ببینید در این مساجد که اینجا صف چی رقم بسته میشه؟ همین صف است که انهم بنیان و مرصوص. کدام میگه؟ خشتایی که یکی با دیگه اینمی طور بافت خورده باشه. همون رقم مسلمان ها در صف جهاد هم است، در صف نماز هم است. ولی چرا عمل نمیشنی؟ دین چی را میگه؟ امروز فقط موقع برای چی میسر شده؟ شافی حنفی را رد کنه، حنفی مالکی را، مالکی حنبلی را، یکی دیگه خدا رد کرده رایسته. موقع به مردم میسر شده. در بین توی طور نزاع انداخته که در مسجد نزاع و اختلاف است. دیگه را خب بگذار. ما میگیم نه، کتاب ما، دین ما مردم را جمع کرد. اوس و خزرج با هم جنگا داشتن، نه کلگی متفرق بود. دین او را جمع کرد، دین او را جدا نکرده. امروز مولای توی ذهنیت برای تو میده، میگه اگر رفع الیدین کنی سبب تفرقه میگرده. سنت رسول الله سبب تفرقه است یا سبب اتحاد است؟ عالم ما این گپ میزنه، میگه این سبب تفرقه جور میشه. این چطور؟ یک روز با پیش پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی جواب داره که پیغمبر برش بگوید که سنت ما عمل تفرقه بود یا عمل اتحاد بود؟ تو بگو برای من. قرآن برای ما میگه. باز اگر یکی دیگه خدا رد میکنیم، سندی که ما را سبب اتحاد ما را جمع کرده میتونه و سبب اتحاد ما میشوه نباشه، باز یک روز راست. ما تو را رد میکنم، تو ما را رد میکنی، لیکن یک موقع نیست، یک منبع نیست که هر دوی ما را جمع بسازه. باز یک عذر داری، ولی که منبع موجود داره. امروز آیا تو را بالله قسم گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام ابو حنیفه؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام مالک؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی احمد ابن حنبل؟ گپی پیغمبر معتبر است یا گپی امام شافعی؟
شما نگوید که مولوی صاحب پشت مذاهب لگیده. نه، ما از اینجا درد دیدیم، ما از اینجا زیان و نقصان دیدیم، ما پریشان شدیم. امروز که در ملت اختلاف و افتراق میبینی، از همین ناحیه پیدا شده. دین گرفتیم پارچه کردیم. چرا؟ دین الله یکی است، کتاب الله یکی است، پیغمبر تعلیماتش به ما رسیده، چرا اختلاف کنیم؟ ضعیف و قوی مکمل معلوم است، اختلاف هیچ پیدا نمیشه. خلیک کتاب الله وجود داره، ولی تو که یکی دیگه خدا رد میکنی و نه موقع به دیگران شده. میگه تیر از اینمی، نه شافعی میشم نه مالکی. در ژاپن یک قوم آمد اسلام می آورد، اندونزیایی ها و از هندوستانی ها در اونجا مسلمانایشان بود. یکی در شافعی مذهب کش کرد، دیگهش در حنفی مذهب. وقتی ژاپنی ها دیدن گفت مالی کدامی از یارا بپذیره؟ گفت نه تیر از همین دین. یکی نبود که کتاب الله و سنت رسول الله را بپذیر، خیر و خلاص. ما برای همین ملتی که اسلام میاره جواب داریم یا نداریم؟ با کدام را دعوت بدیم؟ راستانه بگه. با پیغمبر دعوت میدی یا با امام ابو حنیفه؟ با پیغمبر دعوت میدی یا با امام شافعی؟ با کدامش دعوت میدی؟ تو کافر را در دور روی انداختی یا نکن؟ آخر منجر به این شد که مانع اسلام آوردن شد. قرآن میگه بر ما میگه و قالت الیهود لیست النصارى، گفت یهود نیست نصارا علی شیء، بالای کدام دینی معتبر قابل اعتبار. و کدام مردم است میگه و قالت النصارى، گفت النصارى لیست الیهود، نیست یهود علی شیء، بالای کدام دینی معتبر، کدام چیزی نیست، یعنی دین معتبر نداره، سراسر غلط است، نعوذ بالله. و هم یتلون الکتاب، در حالی که یا خودشان کتابای خدا تلاوت میکنه. در تورات تایید عیسی علیه السلام و تایید کتاب انجیل است، نظامی که قانونی که در انجیل بیان شده. چرا؟ موسی علیه السلام هم الله روان کرده، عیسی علیه السلام هم الله روان کرده، تورات هم الله روان کرده، انجیل هم الله روان کرده. یک ذات در دو کتاب بر دو پیغمبر روان کرده، چطور اختلاف بیا؟ عجیب گپ است. دو بچه از یک نفر باشه، یکیش تعظیم کن دیگه‌ش نکن. ولی که تعظیم میکنی بچه یک نفر است، چرا تو یکیش تعظیم میکنی دیگه‌ش نه؟ یک گپ یکیش قبول داری از دیگه‌ش نه؟ عجیب نیست؟ خب الله تبارک و تعالی یارا روان کرده. و هم یتلون الکتاب، میخوانه کتابه که در انجیل حقانیت کتاب تورات ذکر شده، حقانیت رسالت موسی علیه السلام، و در تورات حقانیت کتاب انجیل و حقانیت رسالت عیسی علیه السلام ذکر شده. چرا یکی دیگه خدا رد میکنه؟ این خود مناقض یا نعوذ بالله تضاد با کتاب خود داره، با پیغمبر خود داره. کذالک قال الذین، اینمی قسم که یا رد کردن یکی دیگه خدا، گفتن و کسانی که لا یعلمون، که هیچ نمیدانه، بیچاره نه مدرسه را خونده نه پانتون، کتاب متابم نداره. مشرکین مکه موقع به مشرکا پیدا شد که بیا دیگه حالی در میدان تو برای او اردوخ یکی دیگه خدا رد کرد. مثل قولهم، به مثل قولی از یا گفت و گفت نه یهودیت درست است نه نصرانیت درست است. الله چی میفرماید؟ ادعاها در اینجا چی مطلب داره؟ این دنیا الله تبارک و تعالی اینمی طور مختار گذاشته شد که تو مسلمان الله برات اسباب هدایت داده. اگر تو پشت هدایت بگردی الله برات اسباب هدایت داده. قلب برات داده تعامل کو، چشم برات داده حق با امر باطل خب ببین، چیزی که ضرر داره و نفع داره بعد بشناسی، تفکیک کن بکنی. اگر خود نمیدانی به دیگران گوش بمان، گوش موازنه کن. اگر تو تلاش هدایت بکنی در کده میتونی. الله برات اسباب مهیا کرده ولی مجبور نساخته تا، به خاطر مجبور نساخته که تو باش تو کدام طرف روان هستی، پشت هوا و هوس روان هستی، پشت قوم روان هستی. کلی افغانستانیات لاف چی بزنن؟ از استرقه چی کابل است امام ابو حنیفه، از هم خاطر تو پیرویش میکنی؟ داد دایی میزنی؟ تو کدام طرف روان هستی؟ معیار تو حق پرستی و الله پرستی است یا قوم پرستی یا منطقه پرستی یا مذهب پرستی است؟ کدام است؟ الله تو را مختار گذاشته. ولی بله اگر تو پشت هدایت بگردی الله برات اسباب هدایت داده، عقل داده، حواس داده. کتاب الله قرآن موجود است، احادیث پیغمبر در کتابات تدوین شده، صحت و ضعف احادیث مکمل عالی حکم شده، مکمل وجود داره. اگر ما تو پشت حق بگردیم، دو کتاب موازنه کو، مقایسه کو. یک نفر در پیش ما در مقابل کتاب توحید یک کتاب دیگر آورده بود که در رد کتاب توحید نوشته شده بود. ما برش گفتم تو را بالله قسم دیگه گپ برات نمیزنم، فقط تو خودت امی عقلت حکم جور کو، قاضی جور کو، دلیل ازیرم دیده برو، دلیل ازیرم دیده برو. این میگه فلانی عالم گفته و اینجا میگه قال الله تعالی
و اینجا میگه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینجا تو نقل از قول از کی میکنی؟ ابن عربی گفته، بایزید بستامی گفته، فلان گفته. تو را به الله قسم، به الله چی جواب میدی؟ تو سخنای افراد بشر با سخن الله و با سخن رسول الله برابر میکنی؟ کدامش است؟ تو یک دفعه خویی را تحقیق بکن. اگر تو واقعا انصاف داشته باشی، تعصب نکن، زد بازی نکن، از هر فریق کتابش بگذار، اردویش مقایسه کن، از هر فریقش. یک کسی در پاکستان خو مناظره زیاد شده بین دو عالم بود. شیخ پنجپیر رحمت الله علیه هم کتابش هست و شیخ حمدالله جان هم کتابش هست. حمدالله جان صاحب زنده است و دیگهش وفات کرده، الله اردویش رحمت بکنه. اما تو را به الله قسم اگر انصاف داشته باشی، هر دو کتاب یک دفعه موازنه کن، یک دفعه مطالعه کن که برای تو زمین و آسمان واری فرق پیدا میشه یا نمیشه. تو اگر به انصاف باشی، اگر نه که ضد میکنی، عناد میکنی، ضدی و عنادی را دیگه کسی در راه آورده نمیتونه. الله تو را مجبور نکرده، هر راهی که روان هستی تو امروز نمی رقم هستی. خب بیبی این طرف هم بی. یک کسی مرا گفت که ما حالی کجا نماز بخوانیم؟ من برش گفتم نماز بخوان، در هر جای نماز بخوان. خب وقتی که یک روز در پشت امام بیا نماز بخوان، پس از که از نماز خلاص شدی، باز برای من بگو که مولوی صاحب تو اینی کارا کردی، اینی را کردی، اینی را، دلیلش بده، از قرآن و حدیث برای من دلیل بده. اگر دادم بس علی راس و العین بپذیر. خب باز برو به اون مولای دیگه تام بگو که توم دلیل بده. گفت چه رقم ما بگویم که چه رقم دلیل بده؟ من گفتم وا نیت کردم ادا میسازم 4 رکعت نمازی فرض پیشی نمیخوانم. او میگم من نمیگم، الله اکبر میگم. از من دلیل طلب کن، از اون دلیل طلب کن. او 4 انگشت استاد میشه، اما برابر شانه خود پایه خود برابر میکنم. از من دلیل طلب کن، از او جناب هم دلیل طلب کن که دلیل داده میتونه یا نمیتونه. تو دستای در گوشا اینطوری بالا کردی، از اون دلیل طلب کن که ما اینمی رقم میکنیم. همین قدر سالا شما خو ما را نگفته، همین تو روا بود. البته خو همین مردمایی که حالی پیدا شده یا خو اینطوری دستا را بالا میکنه، از من دلیل طلب کن که در حدیث برات نوشته کنم. خود تو را به الله قسم از همین علما در این موارد دلیل بده برات که داده میتونه یا نمیتونه. اگر انصاف داشته باشی، اگر ضد و عناد داری خود جدا مسئله است. برو دیگه ضد و عناد کرده برو، هیچ ضرورت در پیش در مسائل پیش نیست. در می 3 مسئله اولی ابتدایی تو در وضوی خودی توری هم میکنی، شرع زاید اینطوری میکنی، بده دلیل سند حدیث صحیح را برای ما پیدا کن، بگو. از جان خود دین جور نمیشه. قرآن کریم یقینا و هم یتلون الکتاب، یا کتاب میخواندن خو لیکن باز هم اختلاف کردن، موقع را به دیگران داد و هم گفتن. خو الله فیصله میکنه. امروز خیر است، در دنیا هر کس اختیار داره، الله موقع داده به هر کس. حتی بت پرست از بتش الله منع نمیکنه، جبر سرش نمیکنه، با که برای و نظر و عقل خود و نمیره پرستش کنه. چرا؟ الله هم جنت آفریده هم دوزخ، برای هر دویش افراد هم آفریده که کی لیاقت جنت داره و کی لیاقت دوزخ داره. فالله یحکم، الله فیصله میکنه بینهم، در بین همی مردم که یکی دیگه خدا رد میکرد، هر کدام میگفت ما ټیکه‌دار جنت هستیم، ما به حق هستیم. الله فیصله میکنه یوم القیامت، اشاره میکنه که در دنیا فیصله نمیشه. در روز قیامت فی ما کانوا، در اون مسائلی که بودن فی دو مسئله یختلفون، اختلاف میکردن، اونجا پیش میشه که توی عمل انجام میدی با کدام سند و دلیل انجام میدی. تو باز نرستی بگو که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفته بود، گفته میتونی؟ ها؟ الله برات گفته بود که امام ابو حنیفه را تابعداری کن؟ الله خبرت گفته بود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله این را برات گفته بود. و اول الامر منکم هم برات گفته بود. اول الامر کدام؟ امو علمایی که از جمع شماست، خب پابند کتاب الله و سنت کیست؟ رسول الله است. باز جواب بگو که من فلانی برام گفته بود، من یه عمل و طریقه را انجام دادم، فلانی آقا صاحب مرا گفته بود که اینی طور ذکر کو و اینی طور فکر کو. باز بگو نرستی همی طور بگو که فلانی آقا صاحب گفته بود. و من اظلم ممن منع مساجد الله، عجیب مردم است، عجیب یهود و نصارا است. این مردم فقط با جز از منع کردن مساجد الله که در اونجا ذکر الله شود، نام الله گرفته شود، دیگه کار نداره.
و من ازلم کیست خیلی ظالم ممن از دو کسی که منع میکنه مساجد الله مساجد الله را. از چی چیز منع میکنه؟ ایذکر فیها که یاد کرده شود دمی مساجد اسمه نام الله، نمیگذاره که نام الله در یاد شود. و سعی تلاش میکنه کوشش میکنه فی خرابها در خرابی مساجد، در خرابی مساجد تلاش از یا به می خاطر است. در قرآن کریم در 6 مورد و صیغه و من ازلمو ذکر میشه. ظالم ترین اشخاص 6 طایفه است. خب کلی همین 6 طایفه چرخ در کجا میخوره؟ چرخ در میخوره که مانع دعوت دین الله را باشه. خلاص همین 6 صفتایی که برش ظالم گفته شده کسانی هستند که ارتباط به کتاب الله داره، یا منع میکنه کتاب الله را، مسجد الله را، بگه دعوت الله را، اینیا را منع میکنه. الله برش ظالم ترین شخص گفته کسی که از مساجد الله منع میکنه مردم که در اونجا نام الله یاد کرده شود، از یا کرده ظالم کس دیگری نیست. چرا؟ این کدام طایفه است؟ اول مصداقش. مفسرین نظریات مختلف داره. کسی میگه در مورد نصاراست. نصارا ضدیتی که با یهود داشتن، قطی پادشاه بخت نصر همراهی کردن، کمک کردن، بیت المقدس فتح کردن. در بیت المقدس نصارا که بیت المقدس مقام معظم و مقدس در کتابشان بود، به خاطر ضدیت یهود گرفتن گندگی کردن نعوذ بالله در بیت المقدس و همکاری با بخت نصر کرد به خاطر که ویران شود بیت المقدس. چرا؟ به خاطر ضد بازی، ضدی که با یهود داشتن. یک مصداقش نصاراست. بعضی مفسرین امیره میگه. دوم نه یهود هستن، مصداق از یا یهود هستن، یا گرفتن به ضد نصارا بیت المقدس یک دفعه ویران کردن وقتی که فتح کردن، کل طلا و همه چیزای از ایره به غارت بردن. دو نه مشرکین مکه زمانی که پیغمبر علیه السلام اراده عمره را کرد و در مقام حدیبیه رسید، این بدبختا نگذاشتن که پیغمبر حتی اعمال حج انجام بده، عمره خود تکمیل بکنه. مراد از این ظالما این نیست. قول راجح است که کلام الله عام است. هر کسی که در هر زمانه مراکزی که در اونجا دین الله نشر و اشاعت پیدا میکنه، وقتی که اینمی مراکز بند میکنه، اینی مردم مصداقی اینمی آیت هست، اینی آیت سرش صادق میشه. منع کردن از مساجد الله و خراب کردن مساجد الله دو قسم است. یکی صورتن است، یک آدم بیا کلم بگیره مسجد چی کنه؟ ویران کنه نعوذ بالله. دوم منع کردن این معنوی است. معنوی با کدام هدف و مقصدی که مسجد الله جور شده، وقتی اون مقصد در او انجام داده نشود تو مانش باشی، اینی را منع کردن از مسجد الله می باشه. یک صورتش این نیست. مسجد مولا نداره، آلی مشوره میکنی، تو یک نفر میخیزی که نه آلی والا آماده نیستیم، ما والا بچایم نیست در خانه، باز در مولا کی نان ببره، بیا پشتش نگردی. مسجد الله را بیران کردی. چرا؟ مسجد الله برای نماز است، برای جماعت است. در اینجا جماعت و نماز نمیشه، یک نفر دو نفر میاد خیر و خلاص، آزان داده نمیشه. این شهر کابل است که 10,000 نفوس متعلق یک مسجد است و در یک ماه 20 روپه براتان میرسه معاش امام. در دهاتا اینمیالی بریم، اینمیالی غیر از رمضان در دیگه وقتا بری که در مساجد الله آزان داده میشه، یعنی براتان واضح شو و معلوم شو. وقتی که به مردم میگی که ملا امام میگیریم، والا زوری ما نمیرسه، 10 خانه استیم، 12 خانه استیم. امی بدبختا دور از حاضر مجلس مسلمانای واقعی، زمانی که توی برای بچگه که خود میکنه، باز 5 دسته ساز آورده میتونه. اونجا برای امام 50 و 100 روپه داده نمیتونه در یک ماه. گوشتانه بگیری. این فعلا در می مملکتتان اینی عمل وجود داره، فی الحال وجود داره. یا منع کرد مسجد الله را که دو ذکر کرده شد. ملا میگیره، توافق میکنه، خو نظرشان جمع نمیشه به یک ملای قوی که واقعا قرآن و حدیث درس بگوید. چی میگه؟ یکیش از مابین صدا میکنه یک ملای گزارایی را پیدا کنه. ملای گزارایی را میفهمی؟ امویی که فقط امی ملایی را بگوی یک ذریعه معاش خود جور کرده، 4 دانه صورت یاد کرده، خلاص میایه پیش میشه، خدا پیچاندگی
تو میگی قطعی مردم جنگیست یا عروس است روی شکست نبینه، همینطور کج دور میخوره. فردی طلب از چراغه که خودم گل میکنه. مردمی قدر خوشوقت است از اینکه ملاحظه بسیار زیرکی میکنه، گازی ما پیکنیکی ما زیاد مصرف نمیشه. او بیچاره چیز یاد نداره چی بریتون بگوید. اینی آدم هم تخریب کرد مسجده که اینجا کسی نامد که ترجمه قرآن کریم بکنه، یا ایسته که ملای قومیش است آلی ایره نمیخواه تلاش میکنه که امی اینجا باشه، در حالی که خود میفهمه که امی یک سوزن به اندازه قدر سوزن هم خدمت به مردم نکرده. خود تو جناب قومداری و تنظیمداریش میکنی، تو مسجد الله را خراب کرده. مسلمان ببینی که الله برات میگه و من ازلمو، از ذکر ظالم شخص کیست. دو سوم صورت منع کردن مساجد، ترجمه قرآن کریم. شما یا یقین بکنید در کدام مسجدی که ما پیشنهاد میکنیم که ترجمه قرآن میکنیم، ملا صاحب خو همو زودی کده گفته نمیتونم. اول خو میگه والا ما جای زنا نداریم، اینطور تشنابای سعی نداریم، اینطور است اونطور است. خو این بانه و این بانه را میکنه. او جناب عالم تو شکر الله را بکش که کاش که ما خود مصروف هستم یا نمیتونم. اینجا یک عالم بیا صدای کتاب الله برای مسجد ما همینطور جوش و پرخروش باشه که از هر طرف مردم در اینجا برای طلب علم بیاره، برای طلب ترجمه قرآن کریم بیا. این چقدر افتخار بزرگ است. شما باور به الله بکنی. همین مولا برات میگه من قطعی مردم مشوره میکنم، دیگر تنگ 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 زنگ برات میزنه خیرت است، والا مردم قبول نکردی. کدام مردم است که قبول نمیکنه ترجمه قرآن؟ مسلمان است یا کافر؟ بگوی. این خو نیست که اگه آدم میگه من نماز میخوانم، بالله قسم این طور مردم است که نماز میخوانه خود کافر است. کفر خوشاخ نداره. نواقض اسلام من امو یک بوله کتابا را توضیح کردم. نواقض اسلام همو را بخوانید که اسلام توسط چی نقض میشه، از بین میره. طبعی خو نیست که اگه آدم لا اله الا الله را میگه نماز هم میخوانه، اسلام توسط چی چیزا نقض میشه. این هم باید بخوانید. این مردم چطور بری تو میگه که توافق نامد؟ چرا نامد؟ چرا نامد؟ مولا صاحب تو میترسی که اگر این بلا اینجا بیا قرآن بگویم مردم یک دم آگاه میشه، مرا سبا جواب میده. تو دین الله را نعوذ بالله ذریعه و مکسبه برای معیشت خود ساخته، خیر و خلاص. مردم در تاریکی نگاه کن. ما که علما را مردم از پیش ما گله داره، علما را تو زیاد بد میگی. من عالم هستم، اگر همون نقطه دم هستم خود بد میگم، واقعا ملامت هستم، مسئول هستم، باید خود ملامت بکنیم. اگر تو خود ملامت نمیکنی کتاب الله ملامتت میکنه. با کتاب الله چی جواب داری؟ چرا نمیشه؟ ما جای نداریم. این در ساحل دور که اینجا ساحل رهایشی نیست، 20-30 موتر میگیریم، چقدر پول مصرف میشه؟ چرا نمیریم در جای انبوی خیرخانه ترجمه نمیکنیم که هیچ محترم نگیرم 2000 نفر باشه، با پای خود 2000 خواهر آمده بتانه، نزدیک تاریکی هم نباشه، بری مردم عذرم باقی نمانده باشه که دی وقتی تاریکی ما دختری خدا نمیمانم که برای. چرا نمیشه؟ چرا نمیگذاره ما را؟ نه؟ خود دیگرها هم ترجمه میگه وارا میگذاره. دمو مسجدی که یک امی زمستان ترجمه گفته شده، ما باز رفتیم مطالبه ترجمه را کردیم که در رمضان ما میگیم موافقت ما نمیشه. چرا؟ ترجمه ما امی قرآن، خودم قرآن دیگه ما ترجمه میکنم. بگوی یا امی قرآن کریم است، یک قرآن کریم است، یک قرآن کریم است، چطور برای ما اجازه داده نمیشه؟ خیر ای آیت قرآن کریم به نسبت کیست؟ مفسرین نوشته میکنه که این آیت عام است در هر تاریخ، در هر زمان. هر کس که نمی قسم مصداق این آیت قرار بگیره او در من ازلمه شامل است. از این که آدم ظالم دیگه نیست. من مساجد الله، حالی خوب بفهمید هدف مساجد الله چیست؟ مسجد نبوی مرکز قماندی جهاد بود. از همین سر منبر در روز جمعه اعلان جنگی چی شده؟ بدر شده. از همین سر منبر قمانده داده شده. مسجد نبوی مدرسه و پوهنتونی بزرگ بود. اما صحابه که علمش آل مردم سرش رشک میخوره، کدام پوهنتون و لیلی علیده نداشت، همین مسجد نبوی بود. اما ابو هریره که امروز نصف احکام اسلام احادیثش او روایت کرده، در این مسجد نبوی تربیت شده.
امو ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم که خلفای بزرگ اسلام است، در مسجد نبوی تربیت شده. مسجد نبوی مسجد برای کدام هدف بود؟ تعلیم و تربیه بود. یک لحظه بی تعلیم و تربیه نبود. خب مشوره های بزرگ اسلام در کدام جای صورت می گرفت؟ پیغمبر وقتی از سفر می آمد به خاطر پرسانی پیغمبر و ای که مردم ملاقات با پیغمبر بکنه، کدام جای بود؟ نه چای بود نه چاکلیت. خیر و خلاص کلگی آسان می آمد در مسجد، السلام علیکم بخیر آمدی، سفر مبارک بود، چی فتوحات، چی گپا، چی نقصان، بس خیر و خلاص. مساجد الله بود. یک آجی ما اگر بیایی نمیتور در مسجد الله بشینه کلگی میبینه، خیر و خلاص. ضرور نیست که در روزو اونجا عروس وارد خانه نشسته باشه و کالای سفیدت پوشیده باشه، هر کس آمده حاجی صاحب عجیب مبارک، حاجی که عجیب مبارک دستایش بوسه کرده بره. در کدام دین است؟ شما که بزرگترین عبادت نماز است، نماز که بخوانی کسی دستتان بوسه بکنه، کسی براتون میگه که مبارک. خود دین است، از خود ساختیم. چرا؟ اونجا شهرت طلبی است، اونجا عاجز صاحب برش گفته میشه. این گپا است، این دین است. بیا مسجد نبی برای چی بود؟ بندی در ستون بسته بشد به خاطر که حرکات نماز صحابه را ببینه. مسجد نبوی مرکز چی بود؟ مرکز اخلاق بود. اخلاق نبود؟ اعرابی میاد در شنگ مسجد چی میکنه؟ بول میکنه. صحابه قریب که او را بیچاره را منع بکنه، پیغمبر میگه بگذارش. بیا تو اینو تعلیم بگی که مسجد پیغمبر چی معنا و مفهوم داشت و چی درسای دو دیده میشد. مسجد پیغمبر این محل و مرکز جمع کردن چانده برای او قومی بود که در حالت فلاکت رسیده بود. قوم مزر آمد اونجا، پیغمبر که حالاتشان دید تقریر شروع کرد. مسجد پیغمبر اینطور بود. آلی مسجد ما محل چیست؟ واکسین. آلی مسجد ما چیسته؟ نانی بچه خود از توی خود در مسجد میدم. آلی مسجد ما چیست؟ محلی فاتحه خوانی، قطار مردم استاد میباشن، سرا رو اینطور کرده، دستار اینجا بسته کرده. در کدام دین است؟ بگو او مسلمان تو پیدا کو. یک روز از عالمتون پرسان کردی که امیر رواست یا ناروا؟ این مردم که اونجا قطار استاد میشه 3 ساعت 4 ساعت پایک میزنه، بیچاره شیشته نمیتونه. این در کدام دین است؟ ای اقارب مرده را آدم اذیت کنه، آزار بده، یا نه که ما راحت باشه؟ تو خواهد اذیت کرده رویستی. این کدام است؟ آیت های اینجا که اگه تو آیت قرآن احناف در نماز میگه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، فاتحه را نخون. پیغمبر گفته بخون صراحتا، حتی در نماز جهری لعلکم تقرؤون خلفی، شاید شما پشت من قرائت کرده باشه. صحابه گفتن بله یا رسول الله قرائت کردیم. گفت این کار نکنی بجز از کی؟ فاتحه را باید بخونی. اونجا صراحتا پیغمبر میگه سوره فاتحه تلاوت شود. خود تو در نماز من نمیکنی که آیت هست اذا قرئ القرآن؟ اینجا آیت نیست که در لاسپیکر آیت خوانده رایستی مردم میآید در آیت گوش گرفتن. چرا اینطور میکنی؟ همین دین تابع خواهشت است یا تو تابع دین هستی؟ این کدام دین است؟ یک دفعه خسنجش کنیم، یک دفعه از انصاف کار بگیریم. مسجدها را چی جور کردیم؟ مسجد محل چیست؟ من یک دور نمیرم کمپانی، من در یک جای هستم که مردم قطع فرهنگ هیچ آشنایی نداره. شیخ محمدی است، فقط همیشه تجارت کار میکنه. الحمدلله عالم آدم آمیش هم همین قدر درک میکنه که تسبیحات کی خوانده میشه و من کی در سنت بخیزم، سنت خدا کجا بخوانم، همین قدر یاد داره. بیا مقایسه کن، الف بیرم یاد نداره. یک روز در مکتبم یقین بکن من همینطور کسام شاید باشه که همین قاعده بغدادی را در دستم نگرفته باشه، خمی گپا را یاد داره. چرا یاد داره؟ به خاطری که خواندن میشه، حدیث است، ترجمه است. صبح و بیگا الحمدلله، صبح و بیگا اونجا درس قرآن و حدیث قطع نیست. ما حتی در جمعه هم قطع نمیکردیم، در صبح جمعه هم میخواندیم. خب اگر کلی مساجد ما همینطور باشه چرا؟ خود تو در مسجد ما بیا نماز بخوان که مخالفت قطع میشه یا نمیشه؟ هیچ مخالفت نیست. در مسجد دیگه چرا مخالفت پیدا میشه؟ خطی دیگه کسا بیایید نکنیم، مساجد الله را آباد کنیم.
در مقابل خراب مساجد اعمار مساجد است. او هم میاد بخیر. او در سوره انفال برای ما و شما میاد که در انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مسجدای الله را کسی آباد میکنه که یقینا ایمان به الله و به روزی کی داره؟ پاداش آخرت عقیده داره. هر کس آباد نمیکنه. خب مهمترین آبادی کدام آبادی است؟ آبادی معنوی. بسیار مسجدها را میبینیم تو لوکس جور شده یا نه؟ خب لوکس جور شده، اما آیا درس و تعلیم دو است؟ قرآن و حدیث دو است؟ در اونجا واقعا روح اسلام وجود داره؟ سنت رسول الله وجود داره؟ تعمیر مساجد به این نمیشه که تنها عمارتش خب زیبا جور بکنیم. تعمیر مساجد توسط درس و تدریس و تعلیم و تعلم است که خود بریم دیگران را تعلیم بدیم. قرآن امیر برای ما میگه، الله تبارک و تعالی امی مردم میگه که اونجا لاف میزنه که ما هستیم دیگرایش نیسته. بزرگترین مرکز اسلام چی اعتنا کرده، چی اهتمام برش کرده؟ امروز افغانی های ما چی میگه؟ اسلامی که در افغانستان اصلا جای نیسته. الله اکبر. چی اسلام؟ کدام اسلام؟ به خاطری که در هر کوچه سالون عروسی است. در یک شهرک کوچک که 10 دانه سینماست، ما این خاطر نشان بده برای من چند دانه مساجد در مرکز کابل موجود است که سهولت ما برای مردم موجود باشه. پیدا کن برام امی مسجد سهولت داره؟ بگوی تشنابش عالی ما به بازار کلی را گرفتیم به مردم ضرورتش رفع شود. کجاست بزرگترین مسجد؟ بگو کجاست سهولت برش؟ بگو برای من چند مدرسه داری در کابل که از طرف مردم تمویل میشه خاص به خاطر رضای الله؟ بگو چند دانه مدرسه موجود است که میشینن برای خود از خود لاف میزنن. ماست میگه معلوم میشه چقدر تعمیر کردیم مساجد الله را. مساجد الله را چقدر تعمیر کردیم. ما مردم ما میایا گنبدا را تعمیر میکنه، قالینا را برای چی میخره؟ بگوی برای زیارت ها میخره. زیارت سنگ مرمر فرش میکنه. او کارا را کرده رویسته. خدا اسلامی واقعی معرفی میکنه کدام دین است. قرآن برای ما چی میگه؟ نکنیم، مراکز آباد کنیم، توجه برش بگیریم. خیر است. یهود و نصارا اگر سر ما و شما حمله نکنه خیر است که ما یک 4 روپه را در مقابل از ما مصرف کنیم مدرسه بسازیم. امی گپ در گوش جوانی خود برسانیم. اگر 2 ساعت در کورس تیر میکنه خیر است 15 دقیقه تو در قرآن تیر کنه، در حدیث تیر کنه. باز بعد از او بتونه کی را گردانده میتونه یا نه؟ و من ازلم کس خیلی ظالم من از او کسی که منع مساجد الله که منع میکنه مسجدهای الله را ایذکر فی اسمه که ذکر کرده شود او نام الله. مراد از زیادی نام الله است که توحید الله دو بیان شود، حق دی یک تا پرستی الله برای مردم توضیح داده شود، نام الله ذکر کرده شود، احکام الله و اوامر الله در اونجا بیان شود که مردم بفهمه درک بکنه واقعیت‌ها را. و سعی فی خرابیها تلاش داره در خرابی مساجد. اولئک ای مردم ما کان لهم نبود برای دو ترجمه اینجا میکنیم. اولئک ای کفار نبود، ما کان لهم نبود برای کفار ایدخلوها که داخل شود مساجد الا خائفین مگر در حالی که هیبت و ترس مسلمان ها را فرا گرفته می بود. و مسلمان چرا قطعی کافر دستکی میکنی؟ کافر مسجد تو را خراب میکنه. لایق برای تو مسلمانی بود که یکی به دیگه دست میداده که کافر اجگاه در یک مسجد الله بدون هیبت تو داخل نمیشد. خود تو نفاق پیدا کردی، کافر آمد مسجد تا خراب کرد. بیت المقدس قبله مسلمان است. اسرائیل یک قلاس، یک قلا. عرب در مقابلش یک مملکت بزرگ است. لیکن امیال بیت المقدس در تسلط کیست؟ بگوی او مسلمان چرا تو خراب میکنی مساجد؟ عرب لیک و فلان لیک پیدا کرده، تو یک اسرائیل جواب داده نمیتونی، جهاد کرده نمیتونی. مسلمان های ما چی بکنه؟ فلسطینی ها چی کنه؟ به تانک، به اسلحه، به طیاره. خودتان در تلویزیون میبینی قطع پلخمان میزنه تانگا. چی کنه؟ آجی صاحبی ما میخیزه وی تو فتوا استشهاد دادی اینطور میشه. جناب علی ما فتوا استشهاد با موتور مردم میدیم که بیچاره چاره او را دیگه نداره و جز از که در زیر تانک خدا بکفانه.
تانگش از بین ببره، هیچ چیز دیگه نداره، نه راکت داره نه تیاره داره، نه واقعا مجرد شور میخورم یا منطقه روار میکنه. ندیده او مسلمانان نیست؟ او ملکیت نداره؟ او سرزمین اسلام نیست؟ نقض حقوق بشر چیخ میزنه در هر جای دولت ها. برای فلسطین چرا چیخ نمیزنه این نقض حقوق بشر؟ برای کشمیر چرا؟ تا دین روز در افغانستان برای تو چرا چیخ نمیزد؟ تا دین روز برای چچن چرا چیخ نمیزد؟ تا دین روز هرزگوینا و در اونجا مسلمان ها در کدام حالت است که امروز 1000 نفر قبرای دستجمی پیدا میشه؟ زن یک عفتش باقی نمون. سربیا چی کارا کرد؟ ای کجاست همی ناقضین حقوق بشر؟ به الله قسمه مسلمانه نکو یک گپی تو یقین به الله بکو موجب داخل شدن جهنمیت است که تو دفاع از ظالما میکنی، دفاع از مردمایی میکنی که و ضد اسلام برآمده، اسلام تخریب میکنه. تو نعوذ بالله مسلمان هنوز از سرکوب کده رایستی دفاع از وا میکنی. بدانی به الله قسم، تنها به نماز به الله قسم اگر باز مسلمان شوی، ایره بدانی که محبت دین و مسلمان ها در قلبت نبود. به الله قسم اگر مسلمان باشی، ما برات قسم میخورم، ایره یاد داشته باشی. دینی را میگه که کافر دشمن نساختی، دوستی با مسلمان نکردی، نمازات تابعگاه بخوان، حجام بکن، زکاتام بده، روزم بگی. بسیار مردم فریب به این گپاست. اسلام دین جامع است، دین شامل است، یک گوشه نیست. هر کس یک گوشه کرد خلاص شد، مسلمان شد. این را باید بدانیم. امروز بیبی الله برای ما میگه ای مسلمان، کافر باید در مسجد مسلمان به هیبت داخل شود، ترس و لرز داشته باشه، از ترس بی اجازه مسلمان داخل شده نتونه. لیکن تو مسلمان نفاق کردی و آمد آلی دیگه اجازه رفتن در مسجد او برات میده. آلی در فلسطین در مسجد بیت المقدس که میری اجازه داخل شدن و رفتن کی میده؟ کافر برات میده. یک ترجمه. دوم ترجمه، مسلمان تو قدر و منزلت مسجد میدانی که مسجد کدام مقام است، کدام منزلت داره؟ اولئک ای مسلمان ها ما کان لهم، و دو وقت اولئک مراد از پیشش کفار بود، اینجا مسلمان ها. اولئک این همی مسلمان ها نه تنها که مسجد خراب بکنه، نعوذ بالله تلاش بکنه مسجد خراب بکنه یا سوری یا معنوی، بلکه برای مسلمان ما کان لهم نیست مناسب برشان یدخلوها که داخل شود در مسجد الا خائفین، مگر در حالی که خوف الله در سرشان واقع شده باشه. وقتی که داخل میشه در مسجد، دروازه مسجد مثل دروازه خانه ور غرس بسته نمیشه. اینقدر تعظیم به مسجد الله داره. قدم خدا در مسجد به شک علیحده میمانه، اینجا مراعات میکنه دعا را، اینجا مراعات میکنه کدام قدم خدا اول پیش بمون. این یک خانه عادی نیست که میمان خانه است یا اولی دروازه اولی تست غرس بزن. نه، مسلمان باید قدر و منزلت مسجد بدانه که در این جمعه خوف الله سرش نشسته باشه. بگو یکی مقامی است که با امرای الله روبرو میشم، با امرای الله گفتگو دارم. این مقام است که الله ای را محبوب ترین مقام نامیده. از همون خاطر است که در اینجا ادناترین چیزی که سبب بی حرمتی مسجد میشه انجام نمیدی. اعلان گمشدگی را نمیکنی، خرید و فروش نمیکنی، آوازت بلند نمیکنی. این مسجد است برای ذکر الله، برای تعلیم، برای نماز جور شده. مسجد به این خاطر است. مسلمان باید آداب و احکام مسجد بدانه. نمیفهمه در کجا بفهمه؟ حدیث خوانده؟ حدیث نخوانده بیچاره. مردمان میآیه اعلان چی را میکنه؟ جنازه را. فلانی خان دگروال فلانی، دگروال یعنی وظیفهش است، فلانی برادرش جنرال، فلانی برادرش وکیل. این نعی در شریعت ممنوع است. این طوری در دین در مسجد نمیشه. بیا حدیث پیغمبر است، من نکردم. تو در اینجا اگر تو در مسجد اعلان نکردی خلاص. امروز مسجد مرکز چی جور شده؟ اعلان گمشدگی، فاتحه خوانی، خیر و خلاص. جنازه در فلان ساعت برداشته میشه، دوستان مطلع باشه. خیر دیگه چیز نیست در مسجد. کدام است؟ مساجد در قدر شما داریم. قرآن برای ما میگه مومن در مسجد که داخل میشه حالی چی بکنیم؟ مستری ما با مکالای چتل پتلی ببلین خود میاد در مسجد نماز میخوانه. خب یک روز در میمانخانه خود با مکالا داخل نمیشه. یک روز
اصلا نه همونطور. یه مشکل ماست در مساجد الله قدر قیمتش میدانیم یا نمیدانیم. لهم فی الدنیا خزن، برای طور مردم که تعظیم مساجد الله را نمیکنه، تعمیر مساجد الله را نمیکنه، آن چیزی که هدف مسجد الله سوره برآورده نمیکنه، الله میگه به این طور قوم خزن، رسوایی است در دنیا. امروز ما رسوا هستیم. چرا؟ در مساجد الله در خرابش اول نمره هستیم. خرابی مسجد الله چی یک قدر آسان است که پرسان نکن. یک دندی میزنه. خب یک آدم میگه بیایی که والا نفوس ما خیلی زیاد است، مولا امام ریش سفید است بیچاره، توانمندی نداره که به اطفال ما درس بگه، بیاید پالیش یک دو دانه قاری سوم صبحکی معاش میدیم که برای 2 ساعت به اطفال ما درس بگه. یک نفر از اینجا میخیزه، باز این جنبویی میشه، باز این مسجد فرشایش خراب میشه، دندی میزنه. ایره میگه دندی زدن این خرابی مسجد است، تو ده نمی آید داخل هستی. و من ازلم، چرا نکردی که مسجد تعمیر شود، در اونجا درس و تعلیم دوام داشته باشه؟ نمیکنی. ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، برای از در آخرت عذابی بزرگ است. از اینکه در عذاب بزرگ کجاست که ذکر الله را نگذاشتی، که در مسجد الله توحید الله بیان شود. و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا، امرای الله کسی را آواز ندی، این مسجد برای الله تبارک و تعالی است. برید مسجدتان امیالی، اگر نام مسجدتان به نام مسجد غوث و ثقلین نبود، چی که میگه؟ غوث و ثقلین، ثقلین جن و انس میگه، غوث هم چی را میگه؟ او مراد از پیشش کس خبر داره؟ شیخ عبدالقادری جیلانی. نام مسجدتان که مسجد الله به نام غوث و ثقلین است، یک کلمه شرکی مانده شده. دیگه چیست؟ دیگه نامش هم داره، دیگه نه، دیگه غوث الاعظم، غوث الاعظم دستگیر، امو فریادرس بزرگ که الله را از دست گرفته که در دریا غرق میشد، نعوذ بالله. تا دیگه مسجدی دمو نام داره. برو در مسجد در یک گوشه مسجد یا الله نوشته است، در دیگه مسجد چی است؟ یا محمد. امو رقم که به الله آواز میدی، به پیغمبر هم آواز بدی، نعوذ بالله. شرک چی را میگه؟ شاخو نداره. یا ما تعظیم مساجد الله را کردیم. تعظیم مساجد الله به این رقم میشه. وای که شما بعضی کلیپا را ببین از بعضی ملاها که ما براتون او کلیپا جمع شود، براتون باید داده شود. عالم ریش سفید بزرگ، یک قوم خیلی بزرگ در سر قبر، شما باور به الله بکنه، نسبت گپم به پیغمبر میکنه که بیان کنه که از خنده ذوب شوه. در سر مرده زن سخنی را میگه پیغمبر علیه السلام اینطور فرموده، وقتی که تو کل عمر 40 سال امامتی تا همینطور علم کرده باشه که اینطور گپ از دهنش میبره، از تو چی توقعی خیر باشه؟ از تو چی توقعی هدایت باشه؟ بعضی جاها که ملا تقریرها میکنه، بسیار تقریر را ثبت کنه، در این بسیار فایده هاست. تقریرها را ثبت کنه که در این فایده هاست و باز منکر میشه. ثبت کنه تقریرها را که براتان واضح شود، براتان بگم که این چی گفته، اینی گفت، قرآن چی گفته، در ضد و در تناقض و تضاد قرار داره یا نداره، براتان واضح شود که واقعا در افغانستان مردم یقینا حق مسجد ادا کرده یا نکرده، عالم قوی و برجسته که لیاقت مسجد داره گرفته یا نگرفته. چشما را سرمکدگی و لنگی گرد، تیر موتر وار زدگی. یک دیگر در یک سرای در کوتی سنگی در دیگر رفتم که جماعت بکنم که یک ملا پیش شد، حرکات نمازش برای من معلوم کرد که عالم خو نیست. ما امی متصلی که می سلام دور داد، خیستم نماز خدا اعاده کردم. باز بعد از دیگه تا که من نماز میخواندم، یک آدم میگه که الله تو را خیر بده، همی تو واری ملا که اینجا باشه انشالله چقدر خوب میشه. من دیگه در دل گفتم ای افسوس، آدم خیلی معمر، خیلی آدمی فهمیده. خویی برآمد، ملا صاحب که سلام دور داد، گفتم ملا صاحب در کدام مدرسه درس خوانده؟ گفت والا مدرسه را خونه خوانده. چقدر حفظ کردی؟ گفت حفظ هم نکرده. ما گفتم دیگه تو اینجا امامت میکنی ده چی طور؟ گفت والا امامت از زیاد دوست دارم. ما گفتم خوب. گفت نه، گفت مرید یک پیر صاحب هستم، خلیفه صاحب هستم. ما کدام خلیفه هستم؟ خوب. ما گفتم نه گپ ازی بزن، همین تجوید خوانده ای، قرائت کرده ای،
گفت نه یک دو سه صورت یاد کرده من اینجا خورد حالی خواستم که دیگر اینجا نماز بدم. بسیار خوشم میاد نماز دادن. باز من برش گفتم که قومه چی را میگه؟ قومه را میشناسی؟ حیران شد بیچاره گفت جلسه را من گفتم میشناسی؟ من گفتم تعدیل ارکان چی را میگه؟ باز برش گفتم که تمانیه چی را میگه؟ میفهمی؟ سمون بکن بیچاره گفت دیگه مازی گفت نه طریقه خو گرفتیم. مولی سے مرا می ملامت نکو. من چی بگم؟ مرا ملامت نکو، طریقه خو گرفته. اینی حالات ماست، اینی امامای ماست. مساجد ما پور به اینمی قسم است. اوی یقینا تخریب مساجد است. مردم خدا اینطور فکر نکنه که ما مسئول نیستیم. شما باور به الله بکنید که اولادتان قرآن یاد نمیگیره، کلتان مسئول هستید در روز قیامت که قرآن نمیفهمه. مسئله دین که نمیفهمه شما مسئول هستید. چرا؟ امی مولا گرفتن در اختیار شماست یا در دیگه کس؟ ما مسئولیت داریم. امام گرفتن در اختیار ماست. تلاش میکنیم. فقط یک نفر بخیزمت تا وقتی را امامی که بدلم نباشه امتحان ترجمه را بده، یک هفته فقط دوری چی داشته باشه؟ بگه آزمایشی. یک هفته مولا امام اینجا برای ما نماز بده، ما یک دفعه نماز یا زیر کل کنیم در ترازو پرتیم که یقینا به طریق سنت نماز یاد داره یا نداره. ترجمه قرآن برای ما بکنه، درس حدیث بگویه، اولاد درس بگویه، شیوه اخلاقش هم آشنایی پیدا میکنیم. یک هفته بعد باز قطعش پروتکل میکنیم. بعد از باز ما میگیریم. عجیب است. بار براتون گفتم گندره را که میگیری در پا بیش است که ملاق میدی 5 دقیقه را دو تیر میکنی. برادر گندنه یک دستیش بالا کو برو بخیر. در یک گندنه 5 دقیقه را تیر میکنی، تعامل میکنی، فکر میکنی با او کسی که تو اقتدا پشتی ازی میکنی در بزرگترین عبادت که نماز است. با او کسی که پیشوای دین و آخرتت است، دنیا و آخرتت است، در مورد ازو تعامل نمیکنی. من بار براتون نگفتم که طور امام است که یقین به الله بکنی آن مشرک است. عقیده داره که اولاد تصرف داره. عقیده داره که اینمی دنیا اینمی افغانستان یک متصرف داره. عقیده داره که در دنیا ابدال و اوتاد است، غوثا است. این دنیا توسط ازواج چیست؟ برقرار است. اینطور مردم ملایت است، تو نماز پشتش میخوانی. چرا؟ این مسئولیت برای کیست؟ از این آیت از این چی برای ما معلوم میشه که الله باز نگفت که و من ازلم ممن منع مسجد بیت المقدس یا مسجد الحرام. اینطور نگفت الله، مسجد خاص نکرد. گفت و من ازلم ممن منع مساجد الله. مساجد الله میگه. مساجد الله کیست؟ در هر جایی که به نام الله مسجد جور شده در مسئله تعظیم مکمل برابر هستند. هر عملی که منافات با مسجد حرم و بیت المقدس داره، با مسجد نبوی داره، یک مسجد خردی کوچک که در سر کوسته هم اینمی رقم داره. هر چیزی که در او حرام است در هم حرام است. اگر چی در مسئله تفاضل ثواب 3 مسجد دونه فضیلت داره. در بیت الله نماز خواندن در مسجد حرام 1 لک نماز شمار میشه. در مسجد نبوی 1000 نماز. در بیت المقدس 500 نماز. دیگه مسجدها در مسئله ثواب کلگی برابر است. اما در مسئله بی حرمتی کردن خردترین مسجد با بزرگترین مسجد علی ساویه است. امو رقم که بی حرمتی یک مسجد بزرگ میکنی، اگر از خردم کردی اینمی قسم تو ظالم گفته میشی. الله تبارک و تعالی برات ظالم گفته. ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله تبارک و تعالی است. المشرق مشرق والمغرب مغرب. فاینما تولوا فثم وجه الله. هر طرف که شما رو میگردانی فثم وجه الله، امو طرف وجه بلا کیف الله تبارک و تعالی است. ان الله واسع علیم، یقینا الله تبارک و تعالی واسع است، رحمتش علیم میدانه تمام جهتها را. اگر کسی تو را از مسجد منع میکنه نمیگذارته. یکی از اعتراضات یهود امی بود، شبهه را مینداختن در ذهن مسلمانا. میگه عجیب است اینقدر وقت این مردم ها طرف بیت المقدس نماز خواندن، طرف بیت الله، این نمازها چی رقم میشه چی رقم نمیشه. مردم در شک مینداخت. چرا؟ به خاطری که مردم اینطور فکر میکرد که والا راستیام اگر او حق باشه چرا این طرف آمدیم، اگر این حق باشه اینقدر وقت که نماز او طرف خواندیم این چطور میشه. مثل که پشتی سر در سپاره دوم امی اعتراض ها میکنه. الله تبارک و تعالی جواب میگه معتبر در اینجا
تابعداری فرمان الله است. زمانی که فرمان الله برای تو آمد طرف بیت المقدس، روی دور بدی طرف بیت المقدس. زمانی که فرمان الله آمد بیت الله، بیت الله. چرا؟ معتبر قبول کردن فرمان الله است. اگر تو بگویی که جهاد الله در یک جهت است، در دیگه جهت نیست، نه، الله در هر جهتی که تو بگویی الله هست. چرا؟ الله سر عرش است، عرش احاطه کرده کل کائنات و الله احاطه کرده عرش. الله به اعتبار ذاتش احاطه کرده عرش، صفتش احاطه کرده، ملکیتش احاطه کرده. نه از ملک الله چیزی بیرون و نه از علم، از رحمت الله چیزی بیرون نیست. الله همون قدر ذات است. سه قسم چیز احاطه الله تبارک و تعالی در اینجا بیان میشه: احاطه صفتی، احاطه ذاتی و احاطه ملکیتش. الله از هر نگاه ملکیتش سر هر چیز ثابت است. از علمش هیچ چیز بیرون نیست. ذات الله تبارک و تعالی احاطه کرده کل عرش. از این خاطر هر طرف که تو رو دور بیدی، همون طرف الله است، همون رقم که لایق چی؟ شان الله است. لیکن الله سر عرش است، عرش احاطه کل عالم کرده. پس از این خاطر هر طرف که نماز میخونه اگر مردم منم کنه، شبهه و اعتراض هم میکنه، اعتراضاش بیجای است. چرا؟ منظور در اینجا تابعداری فرمان کیست؟ الله. ای که الله امر کرده که فلان جهت بخونه، به خاطر یک جهتی مردم. چرا که عبادات الله باید یک رنگ باشه. مثلا وقت الله تعیین کرده کل مسلمان ها در هر منطقه که استاد میشه روی خود طرف کی میکنه؟ بیت الله. این یک جهتی مسلمان ها را نمایان میسازه که مسلمان ها یک جهت داره. اینطور نیست که متضاد و پراگنده نعوذ باشه. در مسجد داخل شد یکی طرف حساب شد، یکی طرف. نه، در امور دنیا نظم و دیسپلین و ترتیب چی است؟ قابل قدر است، قیمت داره، ارزش داره. در عبادات الله خو به طریق اولا. عبادات الله بعد همین قسم نظم داشته باشه، همین قسم گبی کدام دیسپلین و ترتیب باید مراعات شود. از او خاطر الله امر کرده. یک ترجمه است. پس اینجا برای ما میگه که الله در او وقت فرمان داده به طرف بیت المقدس نماز میخوندید، بالکل نمازتان درست است. باز فرمان الله آمد طرف بیت الله. یا یک جای برات معلوم نمیشه که قبله کدام طرف است، تحرا یا فکر میکنی به هر جهتی که نماز خواندید بالکل درست شده، ولو خطا کرده باشی. چرا؟ به خاطری که معتبر فرمانی کیست؟ الله. و کسی که قبله سرش اشتباه شود، قبلش چیست؟ جهتی فکرش است، هر طرف که فکرش کار کرده. دو، یا در حالت جهاد و دشمن، در اون صورت تو مراعات قبله را نمیتونی. هر طرف که روی طرف دشمن است، همون طرف نماز خوانده رایستی. بس الله است. در هر جای نماز طرف کیست؟ الله تبارک و تعالی است. در کلمه وجه ابن قیم شاگرد است و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه استاد است. هر دو با هم اختلافی نظر دارند. شیخ الاسلام مراد از وجه الله را میگیره، پس هم همون جهت وجه الله ذات الله است. وجه مراد جهت میگه، جهت الله است که طرف عرش است. بس. لیکن ابن قیم رحمت الله علیه میگه که وجه هم مثل صفتای الله است. صفت ید، صفت چی؟ بگوی چی؟ بالا بودن، برابر بودن، اینی طور صفتا که برای الله ثابت است. وجه هم از همون صفتا، این را به نام صفات متشابهات میگن که اصل صفت به الله ثابت است و کیفیتش ما نمیدانیم. از او خاطر ترجمه باز اینجا اینطور میشه: فاینما تولوا، پس هر طرف که شما رو میگردانی، فتم همون طرف وجه الله، وجه الله است، روی الله است، همون رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. به الله روی ثابت است، ما تاویل نمیتونیم، معنای دیگر را نمیگیم، تشبیه نمیتونیم گفته، کیفیتش بیان کردن نمیتونیم. بس همون طرف روی الله است، همون رقم که لایق شان الله است. یک ترجمه بود. منظوری است که اعتراضات مردم سبب ایجاد شبهه در قلب شما نشود. چرا؟ معتبر تابعداری فرمان الله است. هر طرف که الله فرمان میده همون طرف روی کو، بالکل درست است. دوم مسئله اینجا وقتی که من میکنم مساجد الله را که دو ذکر کرده شود، ترجمه قرآن نمیمانه. ای عالم دیگه تو بانه به خود جور نکو، ابلیس لعین میه برای تو میگه که مسئولیت داده شد دیگه. این همینجا مردم نمیمانه، تا خیر تو هم ترجمه را دیگه بس کو، نکو به مردم تبلیغ و دعوت نده، این مردم خودش نمیخواد. نه اینجا از اینجا حرکت بکو در جای دیگه، در منطقه دیگه، در اونجا دعوت دین الله را انتشار بده. چرا؟
منظوری تو خدمت دین الله است. اگر در مسجد قریت باشه، اگر در مسجد دیگه کس مرا میگه در غوربند اگر کسی تو رو نمیمانه بیا در کمپانی در مسجد شیخ محمدی بس دعوت کن. هر جای دعوت دین الله است. قرآن میگه ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله مشرق و مغرب است. هر جای که دین الله را بیان کردی دین الله است. این فرق نداره که در این مسجد باشه در اون مسجد باشه. خود درک نکو دعوت دین الله را. این را میگه تاکید با او کسایی که مسئول دعوت هستند، یا دعوت با این و آن و بهانه ها ترک نکنن. یک تعداد علمای ما بسیار گل خورده در این مسئله. وقتی برش میگه موریسی تو ترجمه نمیکنی، ولی مردم خوش نداره، گوش نمیگیره، یا میگه ما را نمیمانه. که نمیمانه همین امامت همین مسجد سرت فرض است. اعلان کو برو در یک مسجد دیگه قطع قوم امامت بکو که وام برد بگه که ترجمه کن. همونجا برو دعوت دین الله را انتشار بکن. اگر ما همینطور می بودیم قرار دیگه بشیم، مردم ما را نمیمانه، خلاص در خانه خو کن. کلی مردم خصوصا که از منطقه خودش باشه میمانه شه نمیمانه، هزار قسم گپا را در جانش پیدا میکنه. نی حرکت کن. پیغمبر علیه السلام امان در مکه که دعوت بده، در مدینه رفت. هر جایی که خدمت دین علمای بزرگ تاریخش بگوید در منطقه خود خدمت نتونست تا که مجبور به چی نشده؟ هجرت. در جایی که هجرت کرده باز اونجا حامین الله فداکاران الله پیدا میکنه که جبر چفک استاده است برش. الله پیدا میکنه. تو غیرت به دین الله بکن، الله بسیار ذات غیرتی است، تو هم همینطور حفاظت میکنه. بالکل واقعیت است. برای الله خو مشرق و مغرب شمال و جنوب آمد. چرا مشرق و مغرب هم میگه؟ مشرق و مغرب دو جهت خیلی واضح که نشانه های قدرت الله درش آشکارا میشه. اما دو جهت است. آفتابی بزرگ از جهت چی بالا میشه، طلوع میکنه، در کجا غروب میکنه؟ اینه سیاهی و سفیدی از کجا طلوع و غروب میکنه؟ از او خاطر که نشانه بزرگ قدرت الله در دو جهت نمایان است، از او خاطر کلمه مشرق و مغرب گفت. وگرنه کل جهت ها در اختیار و ملکیت کی قرار داره؟ الله. قرآن خو میگه که مشرق و مغرب در ملکیت و اختیار کی قرار داره؟ کی قرار داره؟ خو مردم کابل میگه که کابل در اختیار عاشقان عارفان است. بر یک بلک مردم سوال بکن. اما کتاب به نام کلیات یا 4 کتاب بخارا میگفت چه؟ او را خوانده بودی یا نخوانده بودی؟ 4 کتاب بخارا همونجا که نوشته کرده بوده که پنجشنبه کالای تا ببری دیگه اینطور میشه، که سه شنبه بری اینطور میشه. نعوذ بالله اگر هم بستری در روز یک شنبه کردی، در روز عید کردی، شش ناخونا میبره. اینی گپا را غلط اوهام گفته بود یا نه؟ در اونجا باز گفته بود چند پیر داری، یک پیری تام دلاک است. عجیب پیرا را معرفی کرده بود. باز میگفت که متصرف خراسان کیسته، ترکستان کیسته، بخارا کیسته، سمرقند کیسته، متصرفین معرفی کرده بود. خوب بسیار کتابی غلط و نادرست چیزایی در او بیان شده بود. او مردم هر کتاب فروش که می آورد همون کتاب هم می آورد، کلی مردم همون کتاب هم می خرید. چقدر این نادانی بود. کتاب فروش غیر از کی را می آورد؟ خوجافز برده دل و جان من، دلبر جانان من، و من خرابی کجا و نغمه ربابی کجا. همین را بود یا نبود؟ یک کتاب تفسیر وجود نداشت، حدیث وجود نداشت، کتابی که تعلیم عقیده را امروز هم که همین کتاب فروش در دیهات میره، تو باور به الله بکن غیر از اون کتابا دیگر نمیبره، در حالی که کتابخانه پر است. من اینجا کتاب دارم، یک دفعه بالا برو دلت کنده نمیشه که اول کدام میشه بگیرم. ایران میمونی آخر هیچ خریده نمیتونی که کدام میشه بگیرم، که دلچسب است، که مضامین خوب داره. نبود. همین علمای ما مردم ما را چرا توصیه نمیکرد که در بازار فلانی کتاب است اینی را بخر؟ ها بگوی شما. این حالات ما بود. ولله المشرق. اونجا در اون کتاب گفته بود که متصرف خراسان فلانی است. نعوذ بالله. خب قرآن چی میگه؟ ولله المشرق والمغرب، خاص برای الله است، در اختیار الله است، در ملکیت الله است، مشرق و مغرب کل جهتا. فاینما، پس هر طرف تولو که شما رو میگردانه، فتم وجه الله، امو طرف جهت الله است، یک مانا. یا فتم وجه الله، امو طرف روی الله است، امو رقم که لایق شان الله تبارک و تعالی است. ان الله یقینا الله تبارک و تعالی واسع فراخ است رحمتش، یعنی هر قسم حکمت که الله بالای بندگان خود میاره به اعتبار علم
به اعتبار عطا و بخشش، به اعتبار فضل و احسان خیلی وسیع است. هر حکم و فرمانی که الله میده حتما فضل و احسان سرت میکنه، برای تو اجر میده. چرا تو پابندی دینش میکنی، امرش قبول میکنی. علیم میدانه که کدام طرف مصلحت است، فرمان الله تبارک و تعالی که میرسه تو باید عقل جنگی نکنی. بس الله خوش کرده که اینی قسم نماز بخوان به اینمی طرف. و قال اتخذ الله ولدا، دیگه گفتن که جور کرده گرفت الله برای خود ولد، بچه خونده به خود گرفته، نعوذ بالله. سبحانه و الله جواب میده پاکیست برای الله تبارک و تعالی. بل له ما فی السماوات، بلکه خاص برای الله ما آن چیزی که در فی السماوات در آسمان است و الارض در زمین است. کل له قانتون، تمامی له خاص برای الله قانتون، تابعدار هستند، منقاد هستند، فرمان بردار هستند. و قال اتخذ الله ولدا، گفتن دیگه خباثتی مردم است نسبت ولد به الله تبارک، نسبت شریک به الله کردن. گفتن الله اولاد گرفته. چی معنی اولاد؟ اولاد حقیقی مراد نیست که الله زن داره و از او بچه پیدا شده و اولاد گرفته. قالو کیستن اینجا؟ کلگیستن. مشرکین مکه گفتن ملائکه بنات الله است، دخترای الله است، نعوذ بالله. یهود گفتن که عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام پیغمبر، چی گفتن؟ بچه الله است. نصارا گفتن که عیسی ابن الله، عیسی علیه السلام بچه کیسته؟ الله. الله میگه هر سه طایفه قابل قدر اعتبار نیست. چرا؟ به خاطر که به الله اولاد شریک ثابت کردن. اینجا مراد از اولاد نسبی نمیگه، حقیقی را نمیگه، اولاد حکمی. اولاد حکمی کی را میگه؟ مثل که کسی خود اولاد حقیقی به خود نداره، یا کسی را برای خود چی بکنه؟ بگه بچه خونده جور کنه. بچه خونده کی جور کرد چی میکنه؟ شما بگه. اینه یک کسی را بچه خوندگی گرفت چی میکنه؟ معامله بچه نسبی را قطعش میکنه. حالی در خانه آزاد داخل میشه نمیشه، در ملک و مالش تصرف میکنه. اما تو رست یا نه؟ هر چیزی خدا برای ازو میده. نه، این مردم هم عقیده داشتن، نعوذ بالله. یهود میگفتن که عزیر علیه السلام این بچه الله است. مراد از بچه الله چی بود؟ مثل که پدر به بچه تمام چیز خوش داره که او یاد بگیره و بفهمه، اینمی قسم الله کلی علومه در کی داده؟ به عزیر علیه السلام داده. نصارا میگفت که کل قدرت و تصرف الله مثل که پدر به بچه خود میده، الله به کی داده؟ به عیسی علیه السلام داده. او چی میگفت؟ مشرکین مکه میگفت الله کل اختیارات و اذن و اجازه را به کی داده؟ به ملائکه داده، نعوذ بالله. این را میگه. او اصل بچه حکمی خوی را میگه که ما شما گفته بودیم یک کسی که بچه داشته باشه، بچه از او در ملکتش تصرف میکنه، رنگش به مثل رنگی کی میباشه؟ پدر میباشه. او پدر برش احتیاجات میداشته باشه و در یک وقت گپی بچه خدا قبول میکنه در مورد کسی اگر سفارش میکنه. اینی خیالاتی بود که یهود و نصارا و مشرکین مکه را وادار به این ساخته بود که هر کدامشان برای الله نعوذ بالله شریک ثابت بکنه. از او خاطر در تفاسیر مثل ابن عباس رضی الله عنهما مراد از ولد نایب میگیره، نایب، جانشین. که بعضی امور خدا، کارهای خدا الله میسپاره برای ازیا که این کارا را انجام بده. اینی عقیده را در اون زمان این مردم میکرد. مثل که آل امروز مسلمانای ما در حق اولیاء همین عقیده را داره یا نه؟ میگه این نازدانه است، الله برخه ور کرده، برخه الله برش حصه داده، ایرای ترخوار ندانی الله برش داده. کدام آیت ثابت است که برخه برش داده؟ کدام سر برش داده؟ افغانستان داده یا تاجیکستان یا پاکستان؟ کدامش داده؟ ها؟ با یک دلیل خودتو ثابت بکن. اینی را مردم میگه. الله رد میکنه سر این نظریه. سر این نظریه الله تبارک و تعالی رد میکنه. در حدیث هم پیغمبر علیه السلام میفرماید که بنده من مرا دروغ نسبت دروغ کرد. بنده من مرا چی کرد؟ چرا؟ به خاطر که انکار کرد از چی؟ باز زنده شدن، در حالی که من او را آفریده. کسی که از میعاد، از آخرت باز زنده شدن منکر میشه، نعوذ بالله الله را چی میکشه؟ دروغگویی میکشه، نعوذ بالله، نسبت دروغ میکنه. باز میگه که بنده ما برای من دو دشنام داد. بنده کی دو دشنام بیده؟ برای من نسبت چی را میکنه؟ شرک ولد برای من ثابت میکنه.
اینمی قسم کسی که به الله شریک ثابت میکنه به الله دشنام میده، نعوذ بالله. همین قدر سخت است. قرآن آلی رد میکنه که نه، الله ضرورت به ولد نداره. چرا؟ سبحانه، این جواب اجمالی است، پاکیست برای الله تبارک و تعالی از هر نوع عیب و نقصان. اگر این شریک کار داشته باشه، ضرورت برش داشته باشه، پس الله محتاج شد. و کسی که ذاتی که محتاج باشه الله شده نمیتونه. چطور بگی که این نایب داره؟ دیگر جواب تفصیلی، بلکه خاص در اختیار و ملکت الله است. ما آن چیزی که فی السماوات و الارض، در آسمان و زمین است، کلی چیزا که در ملکت الله باشه، چی ضرورت به اولاد داره؟ یکی. کل له قانتون، تمامی در جهان همه موجودات قانتون، تابعدار الله تبارک و تعالی است. قنوت دو قسم است، یکی قنوت عام است، تابعداری عام، کل کائنات مطابق قانون الله زندگی را پیش میبره، یکی هم مخالفت نمیتونه. این را قنوت یا تابعداری عام میگه. و قانون جبری هم تعبیر میتونیم، قانون تکوینی برش گفته میتونیم. در قانون تکوینی و قانون جبری الله هیچ کس مخالفت نمیتونه. کافر هم در طعام ضرورت داره، مسلمان هم مخالفت کرده نمیتونه. در تنفس ضرورت داره، الله قانون وضع کرده، هیچ کس از این دایره برآمدن نمیتونه. یک قنوت تشریعی است، قنوت تشریعی، تابعداری تشریعی. الله برای ما قانون روان کرده، مطابق از او عمل میکنیم، این اختیاری است. الله ما را اینجا مجبور نکرده. از این خاطر بعضی افراد را عمل میکنه و بعضی سرپیچی و سرکشی میکنه. اینجا مراد از قنوت عامه شد. بدیع السماوات و الارض، اول پیدا کننده بلا مثال پیدا کننده آسمان و زمین است. پیش نقشه و مثال نگو. ذاتی که یک چیز بدون تأمل تفکر نقشه یک چیز پیدا میتونه. ضرورت به اولاد دار؟ ضرورت به نایب دار؟ به وزیر و مشاور داره؟ نداره. و اذا قضا امرا، وقتی که فیصله میکنه، اراده میکنه پیدا شدن یک کاره، فانما یقول له کن فیکون. نه د اسباب ضرورت داره، نه د وقت، نه د نقشه، نه د هیچ چیز ضرورت نداره. الله که اراده میکنه موجود شدن یک چیز دستی موجود میشه. این دلایل تفسیری شد. یک کسی ضرورت داره به اولاد و نایب، که وقت اراده میکنه دیگه کس ضرورت داشته باشه که کمک کنه قطعش، او در اختیارش چیزی نباشه و فرمانش نچله. الله تبارک و تعالی کلی امور از هر قسم عیب و نقصان پاک است. کلی اموری صفات کمال برای الله ثابت است، هیچ ضرورت به اولاد نداره. ایراد کرد. پس اون طایفه هایی که نعوذ بالله به الله نمیتور شریک ثابت میکنه، اون طایفه ها قطعا ادعای جنتی بودن نکنه و نگوین و نبگوین که ما بالا یک دین معتبر هستیم. غلط میگن، دینشان معتبر نیست. قرآن برای ما اعلان میکنه دین معتبر از کسی است که به توحید الله استوار باشه، و یک تا پرستی عقیده یک تا پرستی الله استوار باشه. امروز بری از مسلمانان سوال بکنید که مسلمانان توحید میشناسه یا نه. در برنامه بیا ببین امو کسایی که خود آقا معرفی میکرد که میگفت توحید، یکیش خوی جواب داد که توحید همین کل لیستا را در یک ورق جمع کردن، این را توحید میگه. توحید لیستا دیگه چی گفت؟ نمیفهم. توحید نمیفهم. این حالت این مردمی ماسته. شما برید در ترجمه شیش توحید میگه میشناسید. قسم براتون میدم برید در مولای دیات بگو توحید چیست. اگر برات تعریف کرد یا فهمید میگم بیا بگو مولوی سے متوکل تو بسیار غلط گفتی، دستی مرا قطع بکن. مولا نمیدانه، عوام بیچاره تالی توحید میشناسه. توحید چیست؟ توحید برش میگه. توحید نمیگه، توحید میگه. نعوذ بالله. خیر، شما برادرای جوان و خواهرای جوان، این درسای عظیم قرآن یاد گرفتی، مسئولیتش در دوش کیست؟ ما ملت ناآگاه که در تاریکی غلطی ده کی آگاه بکنه؟ یعنی که شما هم شیوه مولوی صاحبا را در پیش میگیره، ملا صاحبا را، شما هم از حکمت کار میگیره. از حکمت همیش ناسه؟ حکمت چی را میگه؟ باید بفهمی حکمت چی را میگه. 40 سال ملایی کو خوب مقتدی تا نفهمان که الله یکی هست. اینطوری نگو. 40 سال اینی را حکمت میگه. ملا صاحبای ما همیالی میگه ما از حکمت کار میگیریم. مقتدیش میبره عقیده توحید نداره. در جان کندن هم گفت که یا شالای بابا را برسیگه، یا چیست پیری بلند برسی، یا پیری فلان برسی. همین پر صدا میکرد نفس داده، همین طور صدا کرده در جان کندن نفس داده. بازی چی میکنه؟ خب آدمی دیندار بود، نه جنتیسته.
به بچه‌ایش خوب دل صبری میده. چی رقم جنتی سی تالی را الله را نشناخته که الله یکی است، حاجت روا الله است، یعنی که یک زیارت از کدام میشسته؟ تو چطور جنازه‌ش میخوری؟ ها؟ عجیب نیست؟ چی میگه؟ ما از حکمت کار میگیریم. از چی کار میگیریم؟ حکمت یزیان هم بیجلیگر مولانا بیجلیگر الله ببخشش میگفت میگه در پاکستان اسلام میایه خود در چی گاڑی بار کرده شد، از کراچی میایه در پشاور تالی در پشاور نرسیده. تو اسلام که در پاکستان میایه امروز هم همونطور است. او ملاسم این مقتدیای تو خو عقیده دین یاد داشته باشه یک تا پرستی را. الله از پیش سوال میکنه من ربک، رب کی را میگه؟ مالک، متصرف بگوی، مصلح، مدبر، تربیت کننده. اونجا چی بگوی که ربی الله بگه یا ربی سخی سه؟ کدام میشه جواب بگوی؟ الله رحم بکنه. بسیار مشکل مسئله است، این مسائل عادی نگیره. خیر است در این دعوت تبلیغتان یک کمی رنج و آزار و اذیت میبینه. چرا؟ اول خود تاپا سرتان میزنه، براتان بد میکنه، در کوچه ها که تیر میشه شپیلاق از پشت میکنه، پیش سعی میکنی یک خنده میکنه بچه ها سرتان، قطعی ریگ زده میشه. خود باز یکی دیگه خود که در مجلس تیر میشه اینطور میکنه امیست امیست. این گفا را میبینی. خود خیر است شما عقیده حق به مردم برسانی. کاش که الگو در نقش و قدم کمترین زندگی چیست مشکلی پیغمبر علیه السلام و شما مواجه شوید. کمی قدر دین خواهم بر ما یک کمی واضح شود که دین مفت آمده یا به سختی آمده. وقال الذين اذا بديع السماوات والارض، پیدا کننده آسمان ها و زمین است، نو پیدا کننده است. بدعت هم چیزی نو میگه. بدعت چیزی چه میگه؟ خوی دو قسم است. یکی بدعت لغوی است، در لغت هر چیزی نو که پیدا میشه او بدعت میگه. یکی بدعت شرعی است. بدعت لغوی عام است، گاهی همین چیزی نو خوب میباشه، گاهی بد میباشه. در بدعت لغوی دو قسم بدعت آمده میتونه، هم حسنه هم سیئه، هم خوب هم بد برش گفته میتونی. اما در بدعت شرعی هیچ نوع حسنه وجود. چرا؟ بدعت شرعی کی را میگه؟ خودی حدیث پیغمبر این بدعت تعریف میکنه. من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو، کسی که در دین ما که نمی دین است که در زمان پیغمبر مکمل فرضهایش تکمیل شده، این نمی دین است یک چیز دیگر را پیدا کنه و او را دین معرفی کنه. او را چی معرفی کنه؟ موجب ثواب بده نشه و بگویه که مردم به این نیاز داره، مردم در اینجا ثواب میبره، در حالی که برای از او دلیل و سند نیست. او چی است؟ او رد است و اینمی بدعت است. در حالی که تقاضای امو کار در امو زمان هم موجود باشه، خب بازم نشده باشه. تعظیم پیغمبر به شکلی که امروز ما میکنیم در میلادا، در او زمان نیاز برش بود یا نبود؟ سیرت رسول الله امروز بیان میشه، او امروزم بعد بیان میشه، به این شکل بیان میشه، بود یا نبود؟ مقتضایش موجود بود، خب کار انجام داده شده؟ نشده. امروز توی را در دین داخل میکنی، یک پرزی دین میشماری یا نه؟ موجب ثواب میشماری یا نه؟ کم ثواب نه. یک درهم در قرائت مولد مصرف کو با ابوبکر رضی الله عنه در جنت است. اینه کمال. اینی را مردم میگه بدعت. پیغمبر که میگه که کل بدعت ضلاله، هر بدعت چیز مراد از بدعت کدام بدعت؟ شرعی. بدعت شرعی چی هست؟ اما مولایی که براتون گفتم عجیب تقریرها میکنه، او را حتما بشنوی. خوب عجیب میگه او برادر یا بدعت میگه پیغمبر نعوذ بالله اگر آلی در زمانه ما موجود نبود همین بدعت ها را قطعا انجام میداد. نعوذ بالله نعوذ بالله. الله اکبر. مردم برش نشسته است، میگه همین بدعت ها را پیغمبر قطعا انجام میداد اگر موجود نبود. خب افسوس که موجود نیست. پیغمبر میگه کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار است. هر بدعت شرعی گمراهی است و هر گمراهی در آتش جهنم. و ایاکم و محدثات الامور. خدا نگاه کنی از چیزای نو پیدا شده، فانها چیزه، فان کل محدثه، هر چیزی نو پیدا شده در شریعت این بدعت است. بدعت شرعی حسنه و سیئه نداره. این بدعت دو قسم است، یکی بدعت در دین است، یکی بدعت للدین است. پیغمبر اینطور گفته من احدث فی امرنا، در دین ما. نگفته من احدث لامرنا. چی گفته؟ بگوی فی امرنا. و این را به تعبیر دیگه اینطور میگیم، یکی بدعت در دین است، یکی بدعت چی؟ للدین است. تعبیر دیگهش
یکی بدعت در مقاصد است، یکی بدعت در وسایل. مذموم یا بد کدام بدعت است؟ در دین یا بدعت در مقاصد، یک شی مقصد نیست تو مقصد جور میکنیش. او یکی بدعت للدین است یا بدعت در وسایل است. این ممنوع نیست، این بد نیست. این لاسپیکر بدعت للدین است یا فی الدین؟ این فی الدین نیست. لاسپیکر جز دین است، این ثواب داره، بلکه وسیله است برای رساندن. اگر به ترجمه قرآن کردی خب وسیله میشه، اگر نه که بگوی آوازی سازنده را، بگوی آوازی ڈولش آینده چند کیلومتری رسان، بازی خوب میشه. بعد این باز بد میشه. چیزی که در دین باشه و هیچ وقت بد نمیباشه. هیچ وقت چی نمیباشه؟ خلاص بکرم بد شدم، خوب شد، از او خاطری لدین است. ملا صاحبای ما بیچارا کی فرقا را نمیتونه، نمیفهمه، علمیت نداره. تو که برید میگه وی کلاه تام بدعت است. کلاه تام بدعت است. در لاس بکر ترجمه میکنی بدعت است، برات میگه. فهمیدی یا نه؟ تو بعدش بگو که ملا صاحب بدعت شرعی که در دین باشه اونو مذموم است، بد است، پیغمبر اونجا تقسیم مقسیم نکرده مطلقاً. اما عالم چی میگه؟ کاش که آوازی مده یا میرسید. خودی پیغمبر گفته که یک کل بدعت سیئت ضلالت. در یک حدیث به این قیدان نامده. خود چی میگه؟ خودی پیغمبر گفته مردم کل بدعت سیئت گفته، اصلا را خونه گفته. عجیب گپ است. این مردم بچم یا کتاب میخونن نمیخونن یا منظورشون شهرت است که من مردم هر چیز میگم بگویم کدام رقم هستی؟ بسیار سخت مسئله است. آلی شما فهمیده که یکی بدعت در وسیله است، یکی بدعت در مقاصد. بدعت در وسیله هیچ پروا نداره. میراب بدعت در زمان پیغمبر میراب نبود. خب هیچ میراب نبود. این در زمان عبدالملک ابن مروان میراب آمد. اما این اگر کسی امروز در مسجد میراب ضروری بدانه، سنت بدانه، بازی بدعت جور میشه. چی جور میشه؟ چرا که سنت دانستی باز موجب چی میشه؟ ثواب جز دین جور کردیشه. اگر کسی میگه نه این سنت نیست، این از دین نیست، برای مصلحت است. چی مصلحت است؟ بگوی امام در وسط استاد میشه، یک جای امام اگر در صف پشتی سر استاد شود مردم جای سرش تنگ میشه، پیش یک نفر است. جای مردم قید نمیشه. دو سوم علامه برای شناخت کی است؟ مساجد. مردم مسجد از خانه ها به چی فرق میکنه؟ یا به مناره و یا به چی؟ میراب است. از او خاطر اینی مصلحات دیش آمده، این بدعت لدین گفته میشه. این را باید بدانی، این گپا را یاد بگیره که با سرتان اعتراض میکنه. شما که توحید بیان میکنی باز او اول سرت چی میکنه؟ از دیگر ناحیه حمله میکنه. از این ناحیه زورش نمیرسه. خب یا برات میگه ریشت کجاست؟ ریشت تکل کرده. یا برات میگه خب تو که محبت سنت لنگی را چرا سر نکردی؟ میگه نمیگه ها تو که لنگی در نماز پیش میشی لنگی را هم سر نمیکنی. تو باز برش بگو که لنگی سنت عمر، سنت نماز نیست. باز میگه چرا نیسته؟ حدیثا آمده یک نمازی با لنگی 70,000 نمازی. به لنگی حدیثی موضوعی را برات میگه. بگوی حدیثا کلش یا موضوعی است یا ضعیف است. در یک جای باز برش بگو که از دیگر را معلومات بکنم تا امی کتابای فقه سنتای نماز گرفته یا نه؟ او برات میگه که بله گرفته. باز برش پرسان که مکروهات نماز گرفته یا نه؟ بگو خیلی خوب. تو در سنتای نماز بیار که در یک جای گفته باشه که نماز با لنگی سنت است. او در یک جای باز برای ما بکش که بی لنگی نماز چیست؟ در کتاب فقه اگر کشیدی میگم بردستی، اگر نکشیدی باید تسلیم شوی. نه لنگی بله سنت عمر است. در عمر آدم بپوشه. یک جای میری خواب همونطور خب همون بری خود موقع داره. او روز براتون گفتم نه این طورام نباشه که پوشید ده یرک کده حالی کمی دور کنی بگوی مردم از پیشید بگریزه دیگه در پالوی دامده نتانه. او طوری نیست. اسلام دین نظافت است. این را باید چی بکنیم؟ اینجا موضوعی چی شد؟ بدعت آمد. باز بدعت در خانه خود دو قسم است، یکی حقیقی است یکی اضافی است. بدعت حقیقی همون را میگه که همون ذات شی سابق نبود تو کشیدی و در دین آوردیشه. میلاد نبود تو آوردیشه در دین. یکی بدعت اضافی است. بدعت اضافی را میگه که اصل شی در دین است، خود تو گرفته ای کیفیتش بدل کردی، وقتش تغییر دادی، جایش خاص کردی، تخصیصات دیش آوردی. اینی را باز بدعت چی میگه؟ خیرات مطلقاً هست در اسلام، دعا مطلقاً هست در اسلام،
خود تو گرفتی در خیرات قید ماندی که باید شام باشه، بازم الوا باشه. حالی دنیا پیشرفته شده، دو پیازه و چی را میخوره؟ کوفته را. او تو همون الوای قدیمه جور کده رویستی و برادر، همون خاص کده بدون الوا البته میگه نمیشه. او شام باشه سیسته به درقه چی رقم باشه؟ در سری قبره در نانی چپاتی میبره نمیبره؟ چی را میبره؟ الوا را میبره. چرا؟ حالی خب بازار گوشت یاد داره، چرا یک دانه لنگی مرغ نمیبره؟ عقیده داره که امی الوا این خیلی شیرین است، نرم است، در مرده خود جویده نمیتونه. همونطور دیر دندانایش کار نمیکنه. الله رحم بکنه. عجیب گپ است. تخصیص کردی در جمعی، تخصیص کردی در چلی، تخصیص کردی در چی؟ بگه سال پورگی. اینمی تخصیصات تو از خود پیدا کردی. دعا هسته خود توی را خاص کردی پشت نماز سنت او به هیئت اجتماعی کیفیتش پیدا کردی. چرا این کیفیت از کجا پیدا کردی؟ پیغمبر گفته بود؟ پیغمبر کرده بود؟ نکرده بود. این را باید بفهمید که بدعت دو قسم است، یکی حقیقی است، یکی هم اضافی است. اضافی هم بدعت میگه که اصل شی ثابت است، لیکن کیفیتش، جایش، وقتش ثابت نیست، تو خاص میکنی، اینی را بدعت میگیم. از او خاطر اگر مطلق سیرت رسول الله را بیان کردن، مراد از میلاد یعنی سیرت بیان کردن باشه، سیرت رسول الله هر وقت جایز است. و تو چرا دمی کلی سال دیگه نگفتی؟ در 12 ربیع الاول میگی، دمی ما میگی، تخصیص کردی. تخصیص از او خاطری بدعت اضافی جور میشه. این مسئله بدعت بود. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، گفتنو کسانی که نمیدانه، یعنی عام نصارا، مشرکین یا یهود، کسایی که سند دلیل علم نداره، چی گفتن؟ لولا یکلمون الله، چرا قطعا سخن نمیگه الله درباره رسالتی توی پیغمبر علیه السلام؟ الله به پیغمبر تسلی میده که پیغمبر توحید الله را خود نمیپذیره، به الله شریک ثابت کردن. هر کدامشان قائل است که الله نازدانه داره، الله برای خود متصرف گرفته، که الله برای شیسه و برخ داده. او مردم ها باز خیلی رویدار است، حالی که مردم در قبرها میره به خاطر چی میره؟ به خاطر رویداری میره که یا رویدار است پیش الله. اوی کل شرک است یا توحید؟ شرک است، نعوذ بالله. بله بر رسالتی تو عقیده نداره، اعتراض میکنه، میگه چرا سخن نمیگه امرای ما الله؟ خودی الله بگه که تو پیغمبر هستی، او تاتینا آیا، یا تو آوردن نمیکنی برای ما همون معجزه فرمایشی ما را که ما تقاضا داریم مثل معجزات موسی علیه السلام، اونمون رقم معجزه بیار. الله تسلی میده به پیغمبر خود، کذالک قال الذین من قبلهم، کافر امروز کسایی که دشمنی داره، عناد و ضد میکنه، کافر امروز و دیروز با هم مکمل مشترک هستند، فکر مشترک دارن، گیزی مشترک داره، هدف مشترک داره، هیچ وقت تغییر دیا آمده نمیتونه. ما شما در اصطلاح خود میگیم، تو میگی که در دانی ازو چی کرده؟ بگه توف کرده. واسه که مردم میگه والا در بازار رفتم، در یک دکان بر کردم، با دیگهش رفتم، کلش تو میگی که یکی در دانی دیگه چی کرده؟ توف کرده. یعنی اینجا مشرکین و کفار، اگر یهود است نصاراست مشرکین است، قلبایشان یکی است. چرا؟ هر کدامشان منظورشان اعتراض بالای اسلام است. از او خاطری طور سوالا از دهنشان مشترک میبره. اما از الله چی میگه؟ کذالک قال الذین، اینمی قسم گفته بودن مشرکین عامی دیگم در زمان صالح علیه السلام، نوح علیه السلام، لوط علیه السلام، من قبلهم پیش از یا، مثل قولهم، به مثل گفتارهای از یا در نفسی طلب همیطور مطالبه کرده بودن، یا است که مطالبه ضد و عناد کرده بودن. هر کدامشان یا منظورشان تو را در تکلیف انداختن است، منظورشان ایمان و حق طلبی نیست، جستجوی حق نیست. اگر جستجوی حق باشه، از این کتاب الله کرده بزرگترین معجزه دیگه کدام است که صداقت رسالتی تو توسط ازی بالکل نمایان بشه، شک و شبه نیست. خیر دیگه کدام معجزه را طلب داره؟ اگر منظورشان حق طلبی باشه، خود نه، همیشه سوالات از یا با مبنای کیست؟ عناد و ضد است. مثلی که مردم سابقا با مبنای ضد و عناد پیغمبران خدا سوال میکردن او معجزه طلب میکرد. الله میگه قد بینا لکم الله، قد بینا الآیات، یا چرا مطالبه های دیگه معجزه را داره؟ یقینا ما واضح کردیم آیات را، یعنی معجزات که دلالت بالای صداقت پیغمبر میکنه. آیات های قرآن کریم است که مشتمل به علوم اولین و آخرین است،
داستانهای عجیب پیغمبر است که سبب سعادت و نیکبختی انسان میشه، از او تجربه های بزرگ میگیره. این قرآن کریم که عجایبات شامل است، این مردم میره معجزه نمیگه چی؟ توسط از حقانیت نبوت تو ثابت نمیشه چی؟ لقوم یوقنون ما بیان کردیم معجزات، دلایلی که کسی پشت حق پرستی میگرم بیان کردیم. خب شرطش چیسته؟ لقوم یوقنون، برای قومی که یقین داره. کسی که پشت یقین میگرده و یقین طلب است بس قرآن برش کفایت میکنه. او کسی که ضد عناد داره دیگه او در ساعت بانه علایده داره که یک گفه برش پوره میکنی باز چی میگه؟ نه این طور تو هستی، نه این طور تو هستی. قطع از وا دیگه حالی نشی وقتی تضایع نکن. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. قرآن تسلی میده، به دعوتگرم تسلی میده، به پیغمبرم تسلی میده. اگر ما تو بشیریم که دعوت مرا کلی مردم بپذیره، این گپ از گوش دور کن. اگر تو در فکر عزیزی که من مردم دعوت میدم حتما گل در گردنم پرته، نه این گپارم از گوش دور کن. بعضی را که الله خواسته که در حق بیاید او مردم قبول میکنه، ولی بعضی ضدی و عنادی است. حق میشناسن نمیه امروی تو، خوب میشناسن، قناعتم برش میدی دمو میدان میخیزن. نه من یک کمی شک دارم الان تو کدام رقم دیگه هستی. ای باز چی میگم؟ نه این قسط اولیش است، باز در قسط آخر معلوم میشه. و مردم آخرش شما را از مذهب میکشه. آخرش شما را از کجا میکشه؟ تو از پیش سوال که از کدام مذهب میکشه؟ از مذهب محمد رسول الله، از مذهب اسلام، یا از مذهب یک شخص؟ از مذهب یک شخص مرا بکشه، مرا داخل کنه در مذهب اسلام، در مذهب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. از ما سوال میکنه، خب تلفن میکنه مولوی صاحب تو در کدام مذهب هستی؟ مگه تو مذهب مرا تو تالی خبر نداری؟ ها؟ من در مذهب اسلام هستم. اسلام کدام؟ اسلام چیست؟ مذهب است. راه رفتن دین به نام چی یاد میکنه؟ مذهب یاد میکنه. باز ما میگم من در مذهب محمد رسول الله. خو فرق قطع میکنه. خو یعنی برآمدگی است از 4 تا. خو از 4 تا برآمدگی خبر نداره که ما 4 تا را گرفتیم. چند تا را؟ هر 4ش را گرفتیم. هر 4ی که موافق قرآن و حدیث است بس رو چشم. ولیکن در 4 مذهب غیری طور گپ بود. امام مالک رحمت الله علیه میگه نماز را دستیلا بخون، اعوذ بالله و بسم الله را ده نماز نخون. صحیح است؟ حنفی ها واری میگه مسی گردن ابوک مستحب است. حالی من یارو بگیرم نمیگیرم میشه، چرا که خلاف سنت رسول الله میشه. رای پیغمبر اعلام میشه، رای یک شخص گرفتم میگیرم. این درست نیست. اتر ور خطا میشن که مذهب پنجم از کجا برآمد؟ مذهب محمد رسول الله. الله رحم بکنه. چقدر حالت ما خراب شده. ببینید سرش جنگ میکنه. الله چی میگه؟ ان ارسلناک، یقینا ما تو را روان کردیم پیغمبر علیه السلام، بالحق، با روان کردیم با امرای حق. مراد از حق چیست؟ دینی که یقینا ثابت و استوار است با دلایل. اوهام پرستی نیست، خیال پرستی نیست، دروغ و درم نیست، آرزوهای باطل نیست، خیال پلوا نیست. دین اسلام استوار با دلایل است. هر گپا که ثابت میکنه چی میگه؟ دلیل میگه. ثابت کنیم الحمدلله را گفتیم، دلایلش گفت یا نگفت؟ رب العالمین مالک یوم الدین گفت یا نگفت؟ یک. دوم معنا ان ارسلناک، ما تو را روان کردیم بالحق، با امرای قرآن، کتابی که بالکلی طور کتابی است که هر کس ادنا تعامل دیش بکنه میفهمه حقانیت و واقعیت قرآن. چرا قرآن کتابی است که مشتمل به دلایل است. اگر پشتی هدایت بگرده قرآن لازم بگیره، راه هدایت برش نصیب میشه. قرآن که سرچشمه هدایت است، تو را قطعش روان کرده. بشیرن، مردمی که میپذیره قرآن، تسلیم به قرآن میشه، بشارت بده برشان، خوشخبری دهنده بر ازوا، و نذیرن بیم دهنده به کمال شفقت. کسایی که راه مخالفت دا پیش میگیره، تو را به امرای قرآن روان کرده. حالی دیگه از کسی راست نه، کسی قبول میکنه دلش، اگر نمیکنه ما و شما کتاب الله و سنت رسول الله قطعا موجود است. کسی قطعت میپذیره نورون علی نور، اگر نمیپذیره تا بیگاره برات ناما بمانه، 1000 لقب کو برات بمانه. برات بگوید یهودیستی نصرانیستی، بگوید تو یهودی و نصرانی هستی، پیش الله تبارک و تعالی مسئول نباشی خلاص. حالی تو میگی که نه من خو غم از یارم میخورم که یا عقیدش جور شود. الله برات میگه غم از یارم نخور. چرا؟
ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. از تو سوال کردن نمیشه در مورد مردمایی که صاحبا ملازمین چی است؟ جهنم است، که چرا یاد جهنم رفت؟ سری تو تبلیغ بود، بیان کردن راه حق بود، او تو بیان کردی او رساندی که این مردم نپذیرفت، گناه تو خونی است دیگه. حالی تو بیان بکو، دعوت بده، این مسئولیتی تاست، تبلیغ مسئولیتی تاست. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. بیا دیگه حالی پورا کن. الله و پیغمبر خود میگه چی میگه؟ ولن ترضى عنك اليهود. اگر هر قدر سوالای از یارا جواب بگویی، اگر هر قدر ملاطفت و نرمی را اختیار کنی، قطع از جان نشست برخواست تعظیم احترام، خود تو خبر داری که کدام طایفه است. این مردم های هستند هرگز از تو راضی نمیشوند. عنک از تو الیهود و یهود، ولن نصارا و نه نصارا از تو راضی میشه. حکمت های مسلمان های امروزی ما سخت فریب خورده که میگه دوستای خارجی ما را خوش داره، از ما خوش هستند. نه خوش نمیشن، ولی در یک صورت خوش میشن. این گپی کیست؟ گپی الله هست. الله کلام الله بیان میکنه. حتی تتبع ملتهم. هرگز از پیشت راضی نمیشه تا وقتی که تو تابعداری چیشه بکنی، روش از واره بکنی، دموکراسی را قانونی خود جور بکنی، پتلونکا را بپوشی، نکتایی ها را در گردان بندازی، تمامی مسائل از واره در ایجا رو به عمل بکنی. هر روز بر از وای امتحان بودی، برش بگویی کسای کوینا یک زن در فلانا دفتر مقرر شد، یک زن موری شد، یک زن چی شد؟ وزیر شد. تنها در کان ازغال باقی مانده، یک گروپ در کان ازغال هم روان میکنیم. خیر و خلاص. باز بعد از او تپ تپ میزنه که آفرین اصل آدمی اینی حقوقی بشر هم بشناسه، اونو کارا میکنه. این گپی من نیست، این گپی کتاب الله تبارک و تعالی است. قرآن و گپ گفته هرگز یهود و نصارا از ما راضی نمیشه تا وقتی که در نقش و قدمش حرکت نکنی. ملت چی را میگه؟ ملت میفهمه. ملت عمل کردن سری مجموعه شریعت او را بنا میچیت میکنه تا که شریعت از را نپذیری. ایمیال پذیرفتم یا نه؟ قوانین دموکراسی را پذیرفتم یا نه؟ دموکراسی چی را میگه؟ حکمت مردم، بالای مردم، برای مردم. همونطور است یا نیست؟ همونطور است یا نیست؟ خب حالی دیگه حکمت الله را در نظر نمیگیری، حکمت مردم را در نظر میگیری. خلاص مردم که کسی را رای داد، اگر یک فاسق هم در سر چوکی سلطنت و تخت آمد، چون اکثریت رای داده بس خلاص. چرا؟ خواسته مردم است. اما الله با کی حکمت میده؟ با کسی که درایت و صلاحیت و اهلیت داشته باشه. بر کس خو نمیده. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. بزرگترین امانت سلطنت و پادشاهی است. امامت هم اینطور است. الله برات امر میکنه که ای وظیفه را به اهل بده. اونطور میگه قرآن، اونطور میگه. خوالی بیا قل بگوی پیغمبر علیه السلام اگر پیشنهادا میکنه این مردم ها مطالبه میکنه، انواع دسیسه بازی و رنگ بازی میکنه، لیکن همینطور مستقیم نمیگه، از تو مطالبات گوناگون میکنه. تو برش بگو ان هدی الله هو الهدی. ما دموکراسی نظریات پرداخته و خودساخته مردم ها را 4 نفر ما قبول نداریم. ان هدی الله، مراد از هدایت الله دین اسلام است. یقینا دین اسلام هو الهدی، امید دینی واقعی است که انسان در مقصد خود میرسانه. امید دینی یقینی و حقیقی است که استوار به دلایل است. امید دینی است که ضامن امن بشریت است. امید دینی است که یقینا عدالت قائم کرده میتونه. امید دینی است که تمام مشکلات بشریت از بین برده میتونه. جورج برنارد شا یک متعصب یهودی دانشمندیش است. وقتی سوال از پیشش میشه کدام قانون در جهان توانمندی داره یکی امنیت در جهان بیاره و همه مشکلات رفع بکنه، او مجبور میشه که بگویه دینی کی؟ اسلام. قرآن هم برات میگه قل بگویه پیغمبر علیه السلام ان هدی الله، یقینا دین الله هو الهدی، امید دین اسلام است. امید دین اسلام است، امید نظام الله است. دیگر نظامای الله شده نمیتونه ترجمه شی طور میشه. پس کدام یهودیت و نصرانیتی که امروز وجود داره با کتابای محرف خودشان اقرار و اعتراف هم داره که شاگردا او را مداخله کرده، کتابا را از خود مسائل در او چی کرده؟ داخل کرده و قطعا دین الله شده نمیتونه. شما خودتان چطور به دین محرف ما را دعوت میدی؟
او دیده که نه شما را در مقصد رساند نه ما را در مقصد رسانده میتونه. قابل تابعداری امون نظامی است که یقینا ضمانت کرده میتونه که ما را در هدف برسانه و غیر از دین اسلام دیگر دین و توری باقی نمانده. نه یهودیت بگوی نه نصرانیت. صحیح است انجیل و تورات کتابای الله بود، در این شکی نیست. در اون زمان برای مخلوق بالکل برنامه هدایت بود، اما امو به شکل اصلیش باقی مانده نمانده. از این خاطر ترجمه آیاتی طور شد ان هدی الله یقینا دین الله هو الهدی، امید دین اسلام است دینای دیگه. پس دینای دیگه دین اسلام شدن نمیتونه، استوار به دلایل و حقیقت نیست، مردم ضمانت کردن نمیتونه امنیت و عدالتشانه. از او خاطر رایق است که کلگی با پذیره نظام اسلام. دوم ترجمه قل بگوی پیامبر علیه السلام ان هدی الله یقینا هدایت الله، آن چیزی را که الله هدایت کرده هو الهدی امو هدایت است. هدایت الله هدایت است، انسان میتونه که در راه درست برابر کنه، در منزل مقصد برسانه. چی مانا دیگه؟ قانونی را که الله وضع کرده برای هدایت بشریت امو کفایت میکنه، امو ضامن هدایت است. نه کسایی که قانون جور میکنه از خود و او را معرفی میکنه برای رفاه و ترقی بشریت. پس اینمی دینا قانونایی که پاس میشه در پارلمانات از طرف مردم، انجینر و دکتر و کلگیشان، یا ساخته و پرداخته افکاری بشر است. افکاری بشر سبای خود علم نداره، مطابق امروز فیصله میکنه. سرکای کابل در یک وقت انجینرهای شاروالی طور میگفت که 100 موتر در این سرک میره، بالکل کفایت میکرد. خبر نداشتم که 50 سال بعد کابل آنقدر موتر میشه که چی 20 متر فاصله از دو سرک هم بزنیم بازم کفایت برای ترافیک نمیکنه. چرا؟ از امور روز چرا می کار نکردن؟ علم داشتن؟ نداشتن. خب قانون الله علم دارن. امروز تا روز قیامت به الله یکسان است. از امو خاطر قانون خود طوری الله وضع کرده که ادناترین تصادم با اختراعات جدید نداره. هر چیزی که جدید پیدا میشه تایید برنامه اسلام میکنه یا تضاد با برنامه اسلام داره. یک نمونه را براتون میگم. زمانی که اسلام میگفت، اسلام چی میگفت؟ اسلام میگه در عذاب قبر در اونجا سوال کرده میشه. ای پیغمبر علیه السلام براتون پیش میشه. در کتابا بسیار نظران علما اختلاف بود که پیغمبر در یک روز چندین مرده در چندین جا میشه. پیغمبر خو یک شخص است، اگر در یک مرده شخص زیر بیاره از پیش سوال میکنه که ما تقولو فی هذا الرجل، در حق آدم چی میگی؟ آلی پیغمبر خو یک شخص است، در مختلف جاها چطور دیده شود؟ امروز تلویزیونا برآمده جنگ در یک نقطه اینمی کابل قرار داره، لیکن در کل جهان اینمی آلی اموفیره بگوی اموفیره اسکره کلش نشان میده نمیده. وقتی که علم بشری را توانست یک قدر کار بکنه، الله کدام ذات است؟ حساب کتاب کلی بندگان خود الله در برابر نصف روز چی میکنه؟ در برابر نصف روز میکنه، نصف روز دنیا. یک نفوذ، یک آدم چه قدر عمر داره، چه قدر اعمال انجام داده، این کلگی از تا قیامت این نفوذ جمع کو، این حساب کتابی از یا در نصف روز. عقل بشر میپذیرفت؟ بشر توانست کامپیوتر را بکشه، محاسبه کارگرای یک فابریکه را که 10,000 نفر است در یک ساعت مکمل، هر کدامش میگه اینی قدر روز کار کرده، اینی قدر ساعت غیر حاضر استی، اگر نه میکشم برات، همین دیستی برات میکشم. یک دقیقه کل محاسبه را خلاص میکنه نمیکنه. وقتی که بشر میتونه این قدر محاسبه را در زودترین فرصت از این قدر مردم بکنه، در شان الله چی عقیده داری؟ دو بزرگ سوالی بود. در میدان عرصات کلی مخلوق جمع میکنه. میدان عرصات کدام است؟ ولی در میدان عرفات است. عرفات یک دشتکی خورده است، یک قدر آجا در اونجا گنجایش نداره. این مخلوق که الله در اونجا چطور گنجایش داشته باشه؟ بله تو میبینی که در یک دشت و بیابان مخلوق جمع شده، کامرگک اینی قدر نینیگک داره، توسط همین قدر نینیگک کلی همون مخلوق قدر تصویرش جمع میکنه یا نمیکنه؟ برای تو نشان بده یا نمیده؟ وقتی تو انسانی قدر کار میتونی، الله میتونه نمیتونه؟ الله میتونه. از همون خاطر هر چیزی که جدید برآمده تایید عقاید چی را میکنه؟ اسلام میکنه. قانون اسلام
در زمان پیغمبر هم قانون بودیم، روز هم قانون است، تغییر دیش آمده. از همون خاطر ما دو قسم مسائل داریم، مسائل استوار و ثابت. استوار و ثابت تغییر نمیکنه قطعا، تا قیامت هم یکسان روان است. نماز همون نماز است، تغییر مغییر نمیکنه همون رقم. بله در وسایل بگوی فرق میاد، حج همون حج است، اما در وقت پیاده میکردی حالی در تیاره میاد، همونطور است، همونطور است. از او خاطر در احکام اسلام تغییر نمیاد، ثابت است، در این تغییرات نمیاد. بله در وسایلش تغییر آمده میتونه، آن چیزی که وسیله است در او تغییر آمده میتونه مطابق وقت و زمان. خب پس معلوم شد که کدام دین قابل اعتماد و اعتبار است؟ دین را که الله ساخته باشه. چرا الله علم به تمام مصلحت داره، به مشکلات و ضرورات کل بندگان خود الله عالم است. قانونی را وضع میکنه که هیچ وقت تصادم واقع نمیشه در بین خواستهای انسان و در بین قانون الله، بخلاف قانونی که مفکوره های بشر ساخته باشه. بشر علم به سبا داره، به دیگه سبا داره، میفهمه که در اینجا چی واقع میشه. از امو خاطر است که در قوانین از یا سال به سال ترمیم صورت میگیره. چی میگیره؟ چرا که تصادم واقع میشه با خواسته های مردم. از او خاطر قانونشان ضرورت به تجدید داره. الله از او خاطر میگه که دینی کیست؟ الله، قانون الله است. ولا این اتبعت اهواهم، در تو را میگم دیوال تو بشنو. پیغمبر علیه السلام او خود پیغمبر است، معصوم است، هیچ وقت تابعداری یهود و نصارا را نمیکنه، بلکه ادناترین میلم در زندگی پیغمبر برای تابعداری یهود و نصارا پیدا نمیشه. چرا او پیغمبر معصوم است؟ خب لیکن در تو را میگم دیوال تو بشنو. با ما تو میگه که سیلی دوستی یهود و نصارا سر ما آمده رایسته، ما تو کدام را انتخاب میکنیم؟ خبرداری؟ الله برای چی میگه؟ اگر انتخاب کردی، ولا این اتبعت، اگر تو تابعداری کردی، معاذ الله، از چی چیز؟ اهواهم، از خواهشات ازوا. دین ازوا مجموعه چیست؟ دین ازوا مجموعه خواهشات است. خواسته های مردم مجموعه شده، او را برای خود قانون جور کرده، مطابق او قانون عمل میکنه، او را به نام دین یاد کرده. الله میگه اگر در مقابل قرآن که قانون ثابت و راستی الله تبارک و تعالی است، راستی تو خواسته های مردم که دموکراسی نام داره، از او تابعداری کردی، بعد الذی، پس ازی که برات آمده، جاءک آمده برات، من العلم، از علم یقینی که قرآن است، علم یقینی قرآن برات ثابت است، تو بازم دنبال دموکراسی میری، ما لک من الله، نیست از برای تو از جانب الله من ولی، کسی امداد کننده و دوست. در میدان کسی امدادی تا نمیکنه، خوار و ذلیل هستی. ولا نصیر، نیست امداد کننده کسی همراه تو، نه دوست است که دل سرت بسوزانه و نه کسی امدادی تا بکنه. مسلمان ها علی محتاج هستیم یا نیستیم؟ چرا محتاج هستیم؟ تابعداری مجموعه خواهشات دموکراسی از واره کردیم، قانون قرآن مانده شده، ما پشت دموکراسی دویده رایستیم. صاحب نظرهای ما چی طور میکنه؟ دانای خدایی طور کاچی میکنه که اینجا میگه دموکراسی لکه‌دار میشه، نمیگه که قانون الله لکه‌دار میشه. دفاع از قانون الله بکنه. خدا مبصرین هم میگه، صاحب نظران میگه، به الله جواب میده. تو باش یک دفعه از پیش شما سوال شد که دموکراسی چی بود؟ افکار مزخرف، خواسته های از خواهش، که چیزی خواهش داره. عیاشی و فحاشی خواهش کیست؟ بگوی سقط جنین خواهش کیست؟ اختلاط مردوزن در خواهش کیست؟ شما را به الله قسم، زنتان تنها برای شما باشه، با عفت و پاکدامن باشه، یعنی که در کوچه و بازار بگرده. شما را به الله قسم خواهرا که شوهر تنها معتقد و خیلی پابند احترام و تعظیم تو باشه، یعنی که در هر کوچه بگرده. کدامش خوش داری؟ هیچ کس گفته نمیتونه که ما کوچه گشتا را خوش داریم. کلگی میگه کس ساعتی خدا شریک قطعی کسی نمیسازه. ساعتی خدا میگه تنها از ما باشه. موتر شریکی را دوست داره؟ 4 روز بعد ماشین جام میکنه که تیل دیش نمیپرده. اما ترس یا نه؟ عجیب است. پس وقتی که اینجا شریک نمیخواه، در دموکراسی همه چیز شریکی است. چطوری را شما خوش داره؟ نکنه. نظام الله را پابندی کنه، پشت دموکراسی لعنتی نگرده. الله وعده کرده اگر پشت دموکراسی گشته، نصرت الله از پیشتان چی میشه؟ گرفته میشه، لغو میشه. الله قطعا نصرت نمیکنه. چرا که ما دنبال همون قوانین رفته رویستیم. قرآن براتان واضح کرد که مردم از شما وقتی راضی میشه که در نقش و قدم
از زنت که چادری را اوسو کردی باز بعد از او در پشت سرت زدمش. آفرین. فهمیدی؟ تا او وقت نه. الذین آتیناهم الکتاب، و کسایی که ما دادیم برشان کتاب. بله، قرآن کتاب انصاف است. کل مردم یهود و نصارا را بد معرفی نمیکنه، حق حق میگه، باطل باطل. یک نفرم که در بینشان پیدا شده که رای حق گرفته قرآن را بیان میکنه، درس میده برای مسلمانان. چلیپاره یا قلمی محو کردن سری کلگی کش نمیکنیم. خب بی مردم خوب میگیم، بده کل گروه ها خوب هم داره، بدم ما فقط بدیش بیان میکنیم. از امو خاطر نام مشخص نمیگیریم. خب امو بدی که اگر در ما موجود شد، در پدرم اگر در تو موجود شد، خفه نشو. تو که الله را اعلام میکنی به غیر الله آواز میدی، حالی نگو که والا این ضد ماست. من ضد تو نیستم، من ضد عزیزتم که الله را مانده به الله آواز نمیدی، به غیر الله. الله را مشکل کشا نمیگی، غیر الله را مشکل کشا میگی. به الله سجده نمیکنی، به قبر او کسی سجده میکنی که 1000 سال از چی شده؟ بگه از مردن شده. از او خاطر در اینجا در مسجد الله سجده درست نمیکنی، در اونجا در قبر به چارغوک میری. نعوذ بالله. در گردن تام دستمالا چی کرده ای؟ بسته کرده ای. به الله کدام روز امیر رقم عاجزی کرده ای؟ کلا قطعا نکرده ای. نکو به مخلوق که الله میکنی. آدمی هوشیار و عاقل هستی، جوان هستی، متوجه شو که کدام دین است. قرآن همین دین برای ما تشریح کرده یا نکرده؟ الذین آتیناهم، کسانی که ما دادیم الکتاب، کتاب. مراد از این مفسرین اختلاف داره. بعضی میگه مراد از پیش تورات است. یتلونه و تلاوت میکنه تورات حق تلاوتی، با مو رقم که لایق است تلاوتیش. چی مانا؟ حق تلاوت ایره میگه که ادای مخارج و حرفا و همه گپایشان میکنه. یکی عمل به احکامش میکنه، برای فهم معانی و مطالبش روزمره درس و تعلیم میکنه و بعد از او در زندگی خود تطبیقی عملی میکنه. اینی را حق تلاوت میگه. پس بعضی علمای یهود تورات خوب تلاوت کرده. در تورات اوصاف پیغمبر علیه السلام، بیان حقانیت دینش گفته شده، یا مامور رقم ایمان آورده. از او خاطر میگه اولئک یؤمنون به، این همی مردم ها ایمان به پیغمبر داره، ایمان به پیغمبر داره. و تورات واقعا تلاوت کردن، مقصدی که در تورات بود را درک کردن، فهمیدن و جامع عمل پوشیدن. زمانی که پیغمبر آمد دعوت داد، مکمل دعوت پیغمبر پذیرفتن. الله مدح از یارا بیان میکنه. اگر یک نفر هم است، از خاطر الله میگه و من یکفر به، کسی که انکار میکنه به این کتاب که قرآن کریم است یا پیغمبر، فاولئک اینطور مردم هم الخاسرون، این مردم ها توانسته. چرا؟ آخری چانس برای از جای نمی بود که پیغمبر ایمان بیاره، قرآن کتاب خود قانونی خود بسازه، لیکن این مردم همین چانس آخری را از دست داد. اصل خسارت من همین مردم است. دوم ترجمه الذین آتیناهم الکتاب، و کسانی که ما دادیم برشان کتاب قرآن کریمه، یتلونه و تلاوت میکنه قرآن کریم حق تلاوتی، همون رقم که لایق است تلاوتش. اولئک یؤمنون به، این مردم است که یقین و عقیده داره به حقانیت قرآن، میفهمه که همین قرآن است که سبب نجاتم است، قانونی زندگیم است، ضابطه حیاتم است. از او خاطر طرف روی خود طرف دموکراسی و قوانین ساختگی دیگه مردم نمیکنه. این همین مردم عقیده داره، یک قرآن کفایت میکنه. و من یکفر به، او کسی که انکار میکنه، ناسپاسی قرآن میکنه، قرآن ضابطه حیات و زندگی خود نمیسازه، فاولئک هم الخاسرون، این همین طایفه بالکل تاوانیست. چرا؟ قانون الله را اعلام میکنه، قانون بشر را میگیره. قانون الله را اعلام میکنه، میره قانون بشر را میگیره، یقینا که تاوانی شده. قرآن کریم در مقابل قرآن کریم سه طایفه قرار داره. یک طایفه مردمایی هستند که همیشه در اصلاح کلمات و حروف قرآن کریم است، تمام زحمت خود خرج میده که آواز خود سری تلاوت قرآن خوب بکنه، قواعد تجوید یاد بکنه، خوب زمزمه بکنه. یک طایفه این مردم است. دوم طایفه مردمایی هستند که غم و لحاظی تلاوت نمیکنه، کلمات درست نمیکنه، اما پشت ترجمه و فهم معنا میگرده. این دوم طایفه. سوم طایفه کسانی است که هم تلاوت حق تلاوت ادا میکنه، هم حق فهم معانی را. این طایفه است که یقینا کامیاب و رستگار است و حق تلاوت ادا کردن. حق تلاوت کدام است؟ این صرف میکنه قوت چیست؟
علمی خود در فهم قرآن کریم و قوت ارادی خود در مکمل تابعداری کردن از قرآن کریم. چرا اصل منظوری که روان شدن کتاب الله تلاوت برای تو احکام الله را معرفی میکنه. احکام الله را که معرفی کرد تو در قلب تفکر دو کردی که بله مایه سعادتم است و بعد از او تفکر تو انگیزه شد برای چی؟ برنامه عملی. از همین خاطر تلاوت محض قابل قدر نیست. تلاوت که سرچشمه برای فهم معانی شود، فهم معانی سرچشمه برای عمل شود. اونم حق قرآن ادا کرده، از او خاطر باید قرآن اکتفا شود، پشت قوانین دیگر گشتانده نشود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، ای آخر الامر باز یارا مخاطب قرار میده. قرآن کریم یک کسی که مجرم واقع شود اعلان نمیکنه که در بندی خانه بندی کنه هیچ جرای خلاصی برش موجود نباشه. از همون خاطر است در محکمه اسلام به این طور یک طرز جزا برای جنایتکار داده میشه که باعث بالای زدبازی جنایتکار نمیشه که جنایتکار دیگه تیز شود در مقابل جنایت خود، بلکه الله در مقابل هر جنایت توبه را اعلام کرده. هر رقم گناه که باشه الله توبه را اعلام کرده. همین یهود و نصارا را باز الله دعوت میده که واتقوا یوما اینا پشتی سر دیگه هر قدر جنایتکار است و اگر کسی خود اسلام میسازه سعیسته که در عمر تو بسیار گناه انجام داده بیا رجوع به سوی الله تبارک و تعالی بکن، الله میپذیره. الله چی میکنه؟ از همون خاطر ما بس آدرس اولیای کرام داریم که اول سری زندگیشان مکمل در کجا تیر شده؟ در معصیت، بلکه برای از یا لذت بندگی بسیار قوی شده. چرا یک عالم عمری خود در بیراحت تیر کرده. حال یعنی نعمت دین برشان بسیار قدر داره. برای ما شما هم این عقیده بسیار قدر داره یا نداره؟ چرا که یک عالم عمری خود در نادانی بگوید در جهالت تیر کردیم، الله عالی نصیب کرده برای ما، این بسیار قدر و قیمت داره. از او خاطر الله همیشه جنایتکار اینطور نمیگه که راه سرت بند است، میگه نه راه برات خلاص است. بخلاف قوانین ساختگی بشر امروز که سر جنایتکار کل راه ها را بند میسازه، در بندیخانه مندازشه، اینی قیدیت است، اینی جریمت است. او که در بندیخانه هر روز رنج میکشه، در مقابل حکومت ضد میگیره، نقشه ها را طرح کرده. با مجردی که از همین بندیخانه خلاص شود، سابق یک دکان میزد آلی بانگ میزنه، نمیمانه. سابق تنها دزدی میکرد آلی دل بری خود پیدا میکنه. سابق تنها چاقو را میگشتن آلی کلشینکوف بری خود پیدا میکنه. سابق تنها در شهر در بیرون اطراف وحشت منداخت، آلی در کابلی وحشت مندازه. چرا؟ او دیگه زد کرده، خیلی زیاد مهارت برش پیدا شد، نقشه کشی کرد، فهمید که من چه قسم کامیاب میشم. اسلام طور نیست. مطلق جنایت جزایش بیان میکنه، متصل اعلان توبه میکنه که راه برات خلاص است، این جنایت بگذار، سبب هلاکتت است. یا بنی اسرائیل اذکروا، یا اولاد یعقوب علیه السلام یاد کنی نعمتی مرا التي نعمت انعمت علیکم که بالای شما نعمت کردم. چرا دین قوی را، قانون قوی را براتان روان کردم و انی فضلتکم، شما را برتری دادم علی العالمین، بالای مخلوق همو زمانه. در همو زمانه که کلام مخلوق بود شما برتر بودید. چرا در بینتان دعایا، در بینتان انبیاء علیهم السلام خیلی زیاد بود، راه دعوت در بینتان خوب روشن بود، واضح بود، از او خاطری برتری نصیب ما بود. از آیات قرآن معلوم میشه که هر طایفه و قومی که در اونجا دعوتگرا زیاد باشه، اون طایفه و قوم چیست؟ کامیاب است و اون نعمت الله سرش زیاد است. اگر نباشه چی میفهمیم؟ اگر علمای ما موجود نباشه، علمای حق پرست، ما شما حق نمیشناسیم. از خاطر الله میگه یادآوری نعمت بکنیم. یادآوری نعمت چیست؟ بگوی که نعمت از جانب الله بدانیم، حق نعمت ادا کنیم. حق نعمت چیست؟ هر نعمتی که هست مطابق از او استفاده بکن و او را همون نعمت استفاده درست میکنیم. اینا نعمت قرآن، ترجمه قرآن شنیدیم، عقیده را فهمیدیم، شکرگزاری عقیده است که به دیگران برسانیم. یعنی چرا این نعمت مناسبش شکرگزاریش اینمیست، نعمت پاکه اینمیست که ما در عین گرمی چی بطنش بزنیم تا که میشه کتاب برام شما اوا بده و قدری پاکه را داشته باشیم، این را پرای شمیده نکنیم. اونو وقت قدری نعمت کرده.
هر نعمت برای خود رای مناسب استفاده داره، باید آدم استفاده بکنه. واتقوا یوما لا، اوجه دیگه نعمتی بر اسرائیلی بود که در بین شما اینقدر دعوتگرا باشه، چرا رای انحراف را پیش میگیره؟ چرا فرامین الله از پیشتان گذاشته میشه؟ چرا علمایتان مادیات پرست میشه؟ احکام الله را میپوشانه، تبعیض قائل میشه، طبقات قائل میشه که برای بزرگان حکم آسان میگه، برای فقیرا حکم سخت. واتقوا یوما لا تجزی نفس، بترسه از روزی که لا تجزی دفع نمیکنه نفس، یک نفس گناهگار نفس از نفس گناهگاری دیگه شیئا چیزی را، نه کدام حق واجبی را وسو میتانه ولا چیزی را دور کنه میتانه، ولا یقبل من عدل، قبول کرده نمیشه از این نفس عدل فدیه، ولا تنفع نفع نمیرسانه به نفس گناهگار که عقیده صحیح نداره شفاعت سفارش، ولا هم ینصرون، نه امرایشان امداد از هیچ ناحیه میشه، از هیچ ناحیه قطعشان امداد کرده نمیشه. قبل از اینکه تو روز فرا برسه شما باید آمادگی اسباب چیز تدابیری تانه بگیری که چطور راه نجات هست. قرآن کریم یکی از خوبی هایش این همیسته، قرآن قبل از اینکه تو در عذاب گرفتن میشی تو را آگاه میسازه، برات میگه تدابیری تا بگی که چطور خود نجات داده میتونی. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، خدا و اولاد و ذریه خود از آتش جهنم نگاه کنید. راه های نجات برای خود و اولاد شما چی رقم است؟ از او خاطر الله ما را خبر میده. بنی اسرائیل هم خبر داده پیش از اینکه او روز بیا که باز افسوس میکنیم که مال باشه، مالم نمیچله، سفارش هم نچله، کسی امدادی تم نمیکنه، اونجاست که بی سر و پاچه میشی. نه، قبل از او که او حالت برسه تو تدابیر بگیری. چی درسی عظیم است. انسان قبل از اینکه یک واقعه پیش میشه تدابیرش مکمل باید تو پیش گرفته باشی. اینجا درس دیگه بر ما و شما داده شد. عقیده صحیح را خیال گرفتی از قرآن، یکتا پرستی را دمی منبر که بالا شوی کمی گفتیه که ولی چیز نمیتانه، مشکل کشا نیست. ها یا ہوئی خب مال مقال دمی مسجد میشه تا کشت از منبر، تا کشت از منبر. تو باید تدابیر بگیری. ای بچه کاکا تو را بفهمی که مردم میخیزه، مر از منبر تا میکنه، لط میکنه. اینجا باید چند نفر توید کننده قیفت برده باشی، با امرای ملایما از ملایما اجازه گرفته باشی. اینطور کار تدابیر بگی. تو خود به خود اینجا رفل یدین نگرفتی رفتی در چی خانقای یک پیرسه رفل یدین کردی کمی دل خود گفت نمانه چوچه این چوچه نمانه یا آمده در اینجا کارا لکده رو استفاده که نمیزن. پس آن برای که مولی سه ما در صورت رسول الله لط خوردم. خدا لط نخوردی در لط دادی، خدا لط دادی در زیر تای خود انداختی بعد از اون متاثر تیر بشه. و تو نکن تدابیر بگی. تدابیر هر چیز برای خود تدابیر میگیره، پیش گرفته میشه، بعد از اون یک اقدام به یک عمل میشه. قرآن امید در صبر ما میگه مثل که تدابیر به نجات عذاب آخرت گرفته میشه، در نجات مسائل دنیا هم این قسم تدابیر گرفته میشه. ازدواج میکنی تدابیر میگی. تو دختری متدین خوش داری لیکن خودی شراب خورده رایستی، دختری متدین که تو نکاح میکنم نه تدابیر از سابق تدابیر بگی که من باید ضمیر خود اخلاقی خود درست کنم که حالی پاسگاه را روان بکنم تا آزموده شده باشم، مردم نه نگوید. عجیب گفت است. خودی در کدام رونق هستی و طلبی کجا را میکنی؟ در هر امر تدابیر بگی. تدابیر بگی باز بود از اون اقدام به یک عمل بکنی، انشالله کامیاب هستی. قرآنی درس برای ما میده. الله بکنه که ما و شما تدابیر بگیریم. دکتری میخوایم. چطور دکتر میشی؟ تدابیر گرفتی؟ کورسا را گرفتی؟ خب زحمت کشیده درست کردی؟ که تو علی در طب کامیاب شوی؟ تدابیر بگی باز باید از ادعای در طب کامیاب شده نبکن. او تو یه چیز نداری میری در پاچه الکلام میشوی میگه چرا در طب کامیاب نشده؟ تو هیچ تدبیر نگرفته بودی. هر چیز برای خود تدابیر گرفته میشه. و اذ ابتلی ابراهیم ربه، قابل یادآوری است در آن وقتی که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام ربه پروردگارش به کلمات توسط چند کلمه فاتمهن، نمو کلمات در پای تکمیل رسانید. ابراهیم خلیل الله قال گفت الله تبارک و تعالی برای انعامش یا نتیجه امتحانش انی جاعلک مگرداننده استم تو را للناس برای مردم امام مقتدا. قال گفت ابراهیم خلیل الله و من ذریتی از اولاد امام اینطور کسایی را بگردان که مقتدا باشه. قال الله میگه لا ینال حاصل نمیرسه
عهدی قراردادی ما، این پیمانی ما از ظالمین به کسایی که ظالم است. این پیمانی ما شامل ظالمان نیست، این مطلقی اولادی نیست، بلکه اولادی که ظالم نباشه. داستان ابراهیم خلیل الله را شروع میکنه. در حقیقت رد است بالای ادعای دروغ یهود و نصارا. ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که هر طایفه چیخ میزنه که ما تابعدار از اوستیم و ما ابراهیمیستیم. مشرکین مکه میگفتن ما ابراهیمیستیم، یهود میگفتن ما ابراهیمیستیم، نصارا میگفتن ما ابراهیمیستیم. اما ابراهیمی گفتن کلگی میگفت. قرآن علی ثابت میکنه که ابراهیم کدام مردم است. شخصیت ابراهیم معرفی میکنه، عملکرد ابراهیم خلیل الله را به ما پیش میکنه که ببینیم که همین عمل در کدام طایفه موجود است. مقاماتی که ابراهیم او را آباد کرده، کی او را تعظیم میکنه، کی او را قدر و قیمتش داره. دعوتایی که ابراهیم کرده، کی همون دعوتها را زنده کرده. بعد از اون معلوم میشه که ابراهیمی کی است. به دعوا خود نمیشه که هر کس میگه ابراهیمی. این جماعت سلفی و محمدی که میگیم به اون طور دعوا نمیشه تا وقتی که در عمل ثابت نسازیم که واقعا به منهج سلف روان هستیم، واقعا فداکار برای چیستیم، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم. قرآن اینمی گپا را برای ما چیست درس میده که سعی کنی به ادعاها نمیشه به زبان، عمل ثابت کنه، کرداری تو ثابت کنه امو ادعایتا، تصدیق کنه امو ادعایتا. این داستان ابراهیم خلیل الله در اینجا ذکر میشه. ابراهیم خلیل الله داستانش خیلی مهم است، برای ما شما خیلی اهمیت داره. چرا؟ مولا صاحب دیگه چیز خیاد نداده بود. در وقتایی که در مسجد میرفتیم خود بودیم، یک دو سه گپ یاد داده بود. سهش صحیح بود، چهارمش غلط. اولش صحیح بود که بنده کیستی؟ باز جواب میدادیم بنده الله. باز دوم براتان میگفت که امتی کیستی؟ جواب میگفتی که محمد رسول الله. باز میگفت که دوستان کیستی؟ این را غلط میگفت. یک چهار یار دوست دارم دیگه صحابه هیچ دوست ندارم. این گپ نادرست بود. باز یک گپ دیگر هم براتان میگفت. در پشتو میگفت الحمد چه به قرآن که وقت چیر تاویده. الحمدلله که میگه در قرآن تو کجا بودی؟ حیران نیدی که سوره فاتحه در قرآن بود، من کجا بودم؟ من پیدا نبودم در دنیا. باز جواب چی میگفتن؟ وایا کنه جوابه زفا که نظره حکیو من در که نظره حک بودم. که نظره حمانه شبیه فهمی که نظره حکاب کلمه نون نماز ری روزه زی زکات حی حج که نظره حک میگه الحمد که در قرآن تو کجا بودی؟ تو بگو که من در که نظره حک بودم. یعنی من در چی بودم؟ در کلمه، در نماز، در روزه، در زکات، در حج بودم. عجیب گپ است، عجیب. خواهد کدام میتونه نامه پشتونه ایجا نیست هیچ کس. این را میگو میگه سوره فاتحه که در قرآن تو کجا بودی؟ عجیب گپ را میزد. الله رحم بکنه. خب اینجا یک گپ دیگر هم میگفت برای ما به ملت کیستی. این گپ سوم بود. به ملت کیستی؟ اونجا میگفتیم ابراهیم خلیل الله. کلگی دعوا داره در ملت ابراهیم خلیل الله. آنی بیه که خدا طول کنیم که ما ملت ابراهیم خلیل الله هستیم یا نیستیم. ابراهیم خلیل الله شخصیتی است که در بین انبیاء علیهم السلام شان امتیازی داره. شان چی داره؟ زندگی از این عین نمونه و الگو برای زندگی ماست. الله اکبر. کسی که میخواه که من در دین پخته شم، دین یاد بگیرم، واقعا دیندار باشم، داستان ابراهیم خلیل الله را مطالعه کنه و بعد از او مطابق داستان ابراهیم خلیل الله قدم بگذاره. قدم انبیاء علیهم السلام زیاد تیر شده، داستانایشان زیاد میآید، از کل انبیاء را الله بیان نکرده. خو ابراهیم خلیل الله را مقطع به مقطع قرآن کریم کردارش، عمل کردش بیان میکنه. چرا بیان میکنه؟ یکی از جمله کارنامه های ابراهیم خلیل الله است که یک نفر است، یک نفر. اما یک نفر هم عقل خود در کار میپرده، مراسم مذهبی قوم و پدر و اقارب خود مورد ارزیابی قرار میده. که اینمی کارکردگی قوم و پدر چطور است؟ درست است یا نادرست؟ ابراهیم خلیل الله به عقل خود ثابت میکنه که کارکردگی نادرست است. دست بر ما میده. ما همیشه دنبالروی پدر نیستیم که پدر چیزی کرده ما میکنم. الله تبارک و تعالی عقل برم داده، استعداد داده. در زمان پدرم نه اینترنت بود، نه موبایل بود، نه قلم بود، نه کتابچه. در زمان ما هر چیز وجود داره.
خود تاسف در این است که مردم در دیگه چیزا پیروی پدر نمیکنن. در کلا سر کردن، در لنگی سر کردن، در ریش ماندن، بگوی تابعداری پدر نمیکنن. در خانه خامه زندگی کردن، صندلی را ماندن. دیگه پا پدر غسل در کجا میکرد؟ در جایی که بگوی گوسفندا و بزا و گوا بود. تشناب علایده نداشت. در این کارا هیچ کس تابعداری پدر نمیکنه. دخترم تابعداری مادر نمیکنه که مادر بخو کلام آن چادر منداخت. او زمانی که یک دفعه ناگانی رویش لج می بود، کسی در کجی رخ براش میخشد که رویش میخورد وای میگو، تو میگی اید نفسش برآمده که روی معلوم شد. دیگران را خود چی کو که از پدر خودم روی در دیاد همی تونست یا نه؟ از پدرم روی میگیره، از زیور خود روی میگیره، از بیادر روی میگیره، از دستی حیا همشیره از برادر روی میگیره. یک دختر آلی تابعداری کی را نمیکنه؟ بگوی مادر نمیکنه. اما در مسئله دین و مزخرفات کی بیا؟ باز کلشان تابعداری کی را میکنه؟ پدر و مادر نمیکنه. چیزی که پدرهای ما کنه، چیزی که مادرم کرده. خود چرا اینطور کار نمیکنی؟ والا بی داشتم. چی میکنه؟ نظر شده نظر. ما چون که چی هسته؟ تو باش همه چیشه آردشه. یک مشتار میگیره. در او زمان که بود چی بود؟ آتشخانه ها بود. میمانخانه سفید علایده نداشت. همونجا آتش بود، تنورخانه بود نه؟ باز همین طرفی دروازه خیلی دود که میبره، همونجا خیلی زیاد سیاه شده میبود. همونطور بود یا نبود؟ باز همین میگرفت از سر این طفلکی تو دور میداند از اون چیزی میخوان. قرآن یاد نداشتم. ما چون که گپای دیگه بود که نظر بند شود که علاودین بند کنه و فلانودین بند کنه. باز میگفتم آرد دادم تا چی دیوالی سیا که میزد آرد طبعا که در هر جای بزنی چی میشه؟ باز چی میگفت؟ یک که نظر شده بود که بزار نکن، یک که نظر شده بود. تا آلی ره دنیا در کجا رسیده؟ مردمای نجس قطیگه که چیسته؟ دودی مردار اسفند میاردن پیچیدو پاکه کده رویسته. خود برادر باز چی برد میگه؟ اسفندی بلابندی فلانیه. اسفند هم بلابند است. در تونس بالا شدم. اولین تونسی بود که کست نداشت. گفتم استاد الله تعالی اجر بده ولدی. اولین موتری بود که بالا شدم که کست نداشت. گفت تایپم خراب است. اینجور دیگه رو گفتم من مطلع تو را میکنم و تو میگی که من مذهب جمله هستم. خود تایپ خراب است. در بیچاره صدارت موترها چی میشنه؟ توقف میکنم خیلی زیاد. یک زنکه بیچاره آمد دمی دریور یک رقم چاپلوسی و روزاری کرد که من چون چقدر را قطش رفت دریور یک رپرم نداد. کمی بلابند اسفندی بلابند پیدا شد. هم یک پاکه که کرد 20 روپیه داد. استاد گفتم استاد چرا؟ اونجا زن از پیش طلب کرد ندادی ای را دادی به خاطری که گفت فلا دادم دی. من گفتم نه بنابر یک انگیزه دادی. باز خودش حالی نمیگفت. من گفتم نه به این انگیزه دادی که امروز دیگه موتری من مکمل از مصیبت چی شد؟ خلاص شد. او سواری من اضافه شد. فنا بالله قسم این تو عقیده نداری؟ گفتم گفتم این تو عقیده نادرست است استاد. عقیده درست کو. این پیسه را به این مردم ناحق نده. یک دفعه یک نفر دیگه چی میگی تو؟ حالی که گپا نیست نه؟ بعد از موضوع دیگر را قصه نمیکنم. آخر اون نفر شماره مرا گرفت گفت در سر امام ابو حنیفه آورد. گفت امام ابو حنیفه را چرا حنیفه میگه؟ ابو حنیفه میگه خبرداری؟ من گفتم بله امو گفت که در ذهن توست او را من میفهمم. خو ابو حنیفه را به خاطر ابو حنیفه میگه حنیف کسی را میگه که مایل به سوی چی باشه؟ حق باشه از همه اموری باطل کارهای باطل. مثل ابراهیم خلیل الله ولی حنیف کل اموری باطل یک طرف کرده بود، فقط توجه خود به کی؟ به الله گشتانده بود. از او خاطر رو حنیف گفت. کسی که نمی عملی حق طلبی در کسی زیاد باشه در لغت عربا از او تعبیر به عبد میشه. تعبیر به چی میشه؟ تواضع زیاد داشته باشه او ابو تراب میگه. سخاوت زیاد داشته باشه او چی میگه؟ بگوی ابوالجواد میگه. صحیح است؟ اینطور اگر علم داشته باشه او چی میگه؟ ابوالعلم برش میگه. ابو حنیفه من گفتم بسیار تابعدار حق بود. از او خاطر ابو حنیفه نه نفهمیدی باز خود علم هم میگی. من گفتم بله امو گپی که امو نکته که در ذهن تو سو هم یاد دارم.
من گفتم امام صاحب که از دختر خود سوال کرد چی؟ مرکز از پیش سوال کرده بود که مرد 4 زن گرفته میتونه، زن چرا 4 مرد گرفته نمیتونه؟ بازی را نفهمید، رفت به دختر خود گفت که یک سوال از پیشم شده نفهمیدم. دخترش گفت که جواب شما میدم به شرطی که در دنباله نامی مرم پیوست بصافی اضافه بکنی. باز گفت که به خاطر 4 شوهر گرفته نمیتونه که به هر کدام علایده اولاد آورده نمیتونه. باز من برش گفتم که بیادرکم امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چقدر فقیه آدم بود، او مسائل از قرآن حدیث استنباط میکرد. امام مالک رحمت الله علیه میگه که اگر ابو حنیفه میخواست که بگه که اینی درخت سنگ است، سنگ بودنش به دلایل چی میکرد؟ برات ثابت میکرد. او تو آدم بود، حتی یک گپ دخترکش یاد داره خودش یاد نداره. تو ډوډۍ خور هنوزم شان امام ابو حنیفه را در کجا رساندی تو؟ باز از میگه وای به مولای بدبخت ما را نمیتونفتم. مولای بدبخت عجیب است. مردم تا آلی را عقیده به اسفند دارن کی بلابند است. این چی هست بگه؟ منتر داره. منتر چی داره؟ منتر. عروسا را که منتر میکنه بعضی زنا میکنه نمیکنه. همین اسفندا را برده میباشه، چادرش بالا گرفته میباشه، زده میره. باز میگه که شاگمش نیک شوه. شاگم نیک وقتی میشه که پابند دین باشه، که نباشه شاگم از کجا نیک شوه؟ الله تبارک و تعالی رحم بکنه. ابراهیم خلیل الله شخصیتی بود که اولین مرتبه دنبالرو آدم نبود. از دنبالرو آدم تعبیر به تقلیدی میکنه. و چی میکنه؟ از همون خاطر همی فابریکام نوشته میکنه. چی میکنه؟ شما تقلید نکنید. چی میگه؟ فابریکا نوشته میکنه میگه خود بترسی از چی؟ تقلید. یعنی مالی ما را که برنگی مالی ما جور میکنه، از چی بکنه؟ خود نگاه بکنه. اینجا ابراهیم خلیل الله تقلیدی نبود، حنیف بود. همه امور باطل یک طرف به یک الله توجه کرده بود. همون شخصیت است. داستان زندگی از یقینا بسیار داستان دلچسب است. مقابلش با پدر، مقابلش با قوم، مقابلش با چی؟ بگه واچا. امروز ما و تو بیرقه که در سری خونی حرام در لبی سرک که مانع محترم است امیر دور کرده نمیتانیم. خب ابراهیم خلیل الله بتخانه بزرگی یک دولت بطایش چی میکنه؟ میتانیم؟ ملت ابراهیم هستیم؟ بگوی ملت ابراهیم تعالی را خودی تعالی را میترسی که اینمی چوبی زیارت مایده کنم یا دستمالش هم در بدم. میتونی؟ ابراهیم خلیل الله را ببین. ملت شدن برای ابراهیم خلیل الله گپ یادی نیست. او تابعداری تقلید پدر را نکرده بود، تو تقلید پدر کرده. او مخالفت قوم کرده، تو خود کلی کارا را به خاطر از گپ قوم ترسیدی. چرا این کارا کردی؟ اسقاط کردی برای قوم گپ میزنه. چرا این کارا کردی؟ قوم گپ میزنه. چرا زنی تا اینطور پیشم که در این سلام والا مخالفت قوم نمیشه، کلی قومی میکنه میکنه. قوم ابراهیم خلیل الله نه تابع الله بود، تابع قوم، دولت، پدر این گپا نبود. میتونی هجرت را؟ میتونی که فرزند خود ذبح بکنی؟ بله. قرآن برای ما میگه و اذ ابتلا در آن وقتی که قابل یادآوری است، در آن وقتی که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام و کی امتحان کرد؟ ربه پروردگارش. الله چرا امتحان میکنه ابراهیم؟ امتحان برای از است که این آدم چقدر صلاحیت داره، چقدر قابلیت داره، چقدر توانمندی داره، آیا در امتحان کامیاب میشه یا ناکام میشه. جوانب اهلیت تیزی واضح شود به مردم دیگه هم که آدم اینی اهلیت داره، اینی استعداد داره. الله خود ضرورت به این گپا نداره. امتحانات دو قسم است. یک امتحان انسان است. انسان ها که از کسی امتحان میگیره اهلیتش رو معلوم میکنه که آدم همین اهلیت داره یا نداره. الله که امتحان میگیره به خاطر اهلیت معلوم کردن نمیگیره. چرا؟ به الله معلوم است یا نیست؟ به الله معلوم است. امتحان الله برای رسانیدن در اون مرتبه که الله خواسته تو را برسانه. الله خواسته تو را در یک مقام برسانه، از همون خاطر در امتحان واقع میکنه. تکلیفا برد میه، مریضی برد میه، فقیری برد میه، دشنامی گپا برد میه. چرا؟ به خاطر که عمل کردی تو عملی تو امی عبادتی که میکنی دمو مرتبه رسانده نمیتونتا که نمیتونتا الله در تکلیف واقع میکنه تو را به خاطری که تو در اون مقام و منزلت برسی. پس برادر و خواهرا، اگر شما در تکلیف فقر و فاقگی واقع میشه، مریضی واقع میشه،
در این که طعن و لعن مردم متعلقتان میشه، در کلی از یا صبر با کی بکنید؟ به الله. و طلب اجر از کی بکنید؟ از الله. مریضی کفاره انسان است. آدم که کمکی غمگین میشه، یکی در جیب دست کنی که این از اینجا کلیل میکشم، در این جیب نیست، در جیب دیگه پیدا میشه، امیرم الله برای چی میده؟ اجر میده. چرا تو تکلیف یافتی؟ تو تکلیف یافتی. پس وقتی که تو یک عمره بسیار تکلیف میکشی و اون تکلیف هم برای خدمت دین باشه، شما بگویی که الله چقدر اجر برات میده. الله برای شما توفیق نصیب بکنه که برای دین خدمت کرده بتوانید. یقینا خدمت دین و تکلیف خدمت دین بسیار لذت داره. چی داره بگید؟ بسیار لذت داره. الله نصیبتان کنه که پخته شوه. الله عافیت بده، چرا که ما بسیار عاجز هستیم. یقینا در مصیبت ها و تکلیف ها توانایی نداریم. پیغمبر علیه السلام هم میگه چی طلب کنید؟ عافیت طلب کنید. چرا ما عاجز هستیم یقینا. خب لیکن آدم که در خدمت دین در تکلیف واقع میشه، یک لذت دیگه داره، بسیار لذت داره. خب ابراهیم خلیل الله را الله امتحان میکنه. برای چه امتحان میکنه؟ دمو مرتبه که الله براش خواسته در او جمعه رسانه شه. از او خاطر کلمه رب بو آورده. رب امو ذات میگه که هر شه درجه به درجه در حدی کجا میرسانه؟ کمال میرسانه. از او خاطر ابراهیم خلیل الله را امتحان میکنه. به کلمات بچند کلمه، کدام کلمات است که ابراهیم خلیل الله را الله تبارک و تعالی او را امتحان کرده؟ بله این کلمات مفسرین کرام قول راجح است. در 10 موارد ابراهیم خلیل الله مورد امتحان چی شده؟ بگه قرار گرفته. الله تبارک و تعالی امتحانات در دعوت آن سرش کرده، امتحانات در دعوت، امتحان در مراسم ادا کردن مناسک حج، امتحان در پیدا کردن خصلت‌های والای مؤمنان، امتحان در چیست؟ در مبارزه. بسیار موارد است، اما چند موارد ما براتون میگم. الله تبارک و تعالی امتحان کرد ابراهیم خلیل الله را که مقابله با پدر بکنه، رابطه خدا با پدرم بکنه. امتحان کرد که با قومم رابطهش چی شود؟ قطع شود. امتحان کرد که با دولتم مقابل شود. امتحان کرد که وطنم ترک کنه. امتحان کرد که بچه خورده قد یک مادر در یک دشت و بیابان اعلا کنه. امتحان کرد که بچه نازدانه که ساله از مهر و محبت پدر محروم بود، او را الله امر کنه که ذبح کنه. شما بگید امتحانات کسی آمادگی گرفته میتونه کامیاب شده میتونه؟ ابراهیم خلیل الله امتحانات داد، تفصیل نمیکنم به خاطر که پشت سر آیاتا خودش همون تفصیلات آمده. یقینا داستان ابراهیم خلیل الله بسیار تربیت کننده است. انسان عمیق نیرو میبخشه. یادتان باشه حکایات صحابه را بعد هفته یک مرتبه خامخواه بخوانید. جنجالایی که در زندگی برات پیدا شده وقت حکایات صحابه را بخوانید، کلی جنجالا برای داستان میشه. زندگی از باره که بگوی که یاران این مردم همین دو سختی ها را تیر کرده، همین حالت ها سرش آمده، تو دیگه هم پخته میشی. و همین قسم داستانهای انبیا علیه السلام در قرآن، داستانهای انبیا بسیار آموزنده است، بسیار درسای عظیم است پیش میگیریم. ابراهیم خلیل الله امتحان گرفته شد، کامیاب شد ناکام. فاتمهن پوره کرد تمام کلماتی که الله مورد امتحان قرار داده بود. ابراهیم خلیل الله مکمل پوره کرد. و ابراهیم الذی وفا، و ابراهیمی که مکمل پوره کرد امتحانات. قال امتحان نتیجه داره، انعام داره. چه انعام از جانب الله است؟ قال الله فرمود انی جاعلک مگردانیم دستم تو را للناس اماما، برای تمام مردم مقتدا و پیشوا. امام کسی را میگه که در نقش و قدم از او مردم دیگه اقتدا میکنه، میروه، او را برای خود الگو و نمونه میسازه. در مقابل همین قدر امتحانات بزرگ و دشوار الله چه انعامی بزرگ برش داده؟ بزرگترین انعام است که تو نمونه و الگو برای دیگران بگردی در راهیابی و در چی؟ حق پیدا کردن. زمانی که حق توسط تو شناخته شود، تو معیار برای حق شناسی شوی. از این که در انعام بزرگ نیست. انبیاء علیهم السلام در بیر اصلی نقطه قرار دارن. چرا معیار شناخت حق کیست؟ عمل کرد کیست؟ بگه انبیاء علیهم السلام. این بزرگترین نعمت است. اگر ما شما در عمل یقینا پابند کتاب الله و سنت رسول الله شویم و هر روز مشاهده کردن نماز تو باعث هدایت یک نفر دیگه شود،
کلمه امام سری تو اطلاق میشه و نمیشه؟ تو الگو شدی برای شناخت حق برای کسی دیگره. دیگه این نعمت بزرگ است. اگر ما شما بخواهیم اگرچه به درجه و مرتبه ابراهیم خلیل الله حاصل کرده نمیتونیم، خب کمک بوی و شمع از اون اما تو هم چی میتونیم؟ حاصل میتونیم. انسان که هر قدر میزنه باید تو الگو برای دیگران باشی. از همون خاطر توصیه ما به برادران و خواهرای جوان ما که عقیده توحید الله را یاد گرفته، محبت با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داره. دیگه توصیه ما است که از زبان کده به عمل بگوی زیاد اهتمام بکنی. از زبان کده دعوت زبانیتون کم باشه، از دعوت چی کده؟ عملیتون تصدیق کنه کدام چیزی را که آینده تو مردم دعوت میدی. نشوه که سری تو انتقاد شوه که تو داد از سنت و محبت سنت میزنی ولی فلان سنت در تو موجود نیست. چرا مرا دعوت میدی؟ خودت بگی سنت اینی قدر ثواب داره، کامیابی است، لیکن سنت وجود نداره. این بسیار مهم است. شما به می مورد دینمی مورد چی بکنه؟ خوب تحقیق بکنه، انشالله نتیجه خیلی بزرگ براتان نصیب میشه. چون وقت کم است. امی آیت چی میکنم؟ ابراهیم خلیل الله ماوری بخیل نیست. الله که کدام سرفرازی و نعمت نصیبش میکنه دیگه کپای آیت داره. همینطور کوتاه خلاص میکنم باز انشالله دیگر چی میگه؟ ابراهیم خلیل الله میگه که نعمت خاص جانب الله آمد، تنها خودم میگیرم یعنی که مخلوق الله را دهی شامل بسازم. قال و من ذریتی، الله از جمله اولادای امام دمی نعمت بزرگ که کلش اماما جور شود. الله میگه که ابراهیم خلیل الله چی فکر داری؟ ذریه و اولادی خود تو خود کل اگه مسلمان نیست. اینطور مردم ها می باشه که نعوذ بالله در بود سجده میکنن و هم امام شده میتونن. از خاطر گفت الله لا ینال نمیرسه ای وعده ما، ای پیمانی ما، عهدی پیمانی ما از ظالمین و کسایی که از حدود تجاوز کردن. اشاره کرد که اولادی دو قسم میشه، یکی پابند حدود است، دوم مردمی است که پابند حدود. پس کسی که پابند حدود کرد و ملتی واقعی تو گشت واقعا که و امام جور میشه و مقتدا جور میشه، الله ما را دو جمله شامل کنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر علينا الصبر والصبر اللهم انصرنا من كل خير ربنا واتنا ولا رسولك ولا تحزنا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است، درسی که درس دین است شیرین و دلنشین است. آیین ما چنین است برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن، بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن. این گوهر جهانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. فرزند نور دیده کلام حق شنیده، فرزند نور دیده کلام حق شنیده، جان و جهان خریده از درس های قرآن، از درس های قرآن. بشنو نوای قرآن جانم فدای قرآن،
بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. جانا ببین تو ما را، بنگر ز ما صفا را. بگرفته ام وفا را از لابلای قرآن، از لابلای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. در موقع جدایی، در روز بینوایی، در موقع جدایی، در روز بینوایی، ما را بود خدایی، آن هم خدای قرآن، آن هم خدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. بشنو نوای قرآن، جانم فدای قرآن. این گوهر جوانی باشد برای قرآن، باشد برای قرآن. برای دریافت سلسله درس‌های تفسیر قرآن کریم توسط استاد ابو عبیدالله متوکل رحمه الله به شبکه یوتیوبی مولانا متوکل رحمه الله وارد شوید.